بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواست الله سبحانه و تعالی این بود که این هفته هم با برنامه تاجیکستان، دردها و آرزوها در خدمت شما عزیزان باشیم. این قسمت ششم این برنامه هست و در این برنامه در مورد فرار بازوان جوان از تاجیکستان صحبت می‌کنیم. خیلی از مهاجرین عزیز تاجیک، از برادران گرامی ما که در خارج از تاجیکستان در دیار هجرت زندگی می‌کنند و مشکلات موجود در تاجیکستان اونها رو مجبور کرده که خانه و خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزندانشون رو رها بکنن و در دیار غربت برای لقمه نانی زحمت بکشن. از ما خواسته بودن که در این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و مشکلات اینها رو بیشتر بیان بکنیم که دوستان عزیزمون تصمیم گرفتن که مستند زیبایی رو در این مورد آماده بکنن که همونطوری که زیباست این مستند، شاید از نگاه فنی کار جالبی باشه، اما حاکی از دردها، رنجها و غمهای انسانهایی است که از دست ظالمین، از ظلم کسانی که این کشور و این ملت رو به بردگی کشیدن، شهر و دیار خودشون رو ترک کردن و در غربت زندگی میکنن. در هفته‌ای که گذشت، همونطوری که شما دیدید، ما در این برنامه بیشترین فرصت رو به عزیزان تاجیک دادیم که برادران و خواهران گرامی ما زنگ زدن و در مورد مشکلات، ظلم‌ها و ستم‌ها و دردها و رنج‌هایی که وجود داره در تاجیکستان صحبت کردن. از همه جالبتر این است که با وجود بیان این مشکلات و این دردها و این رنجها، هنوز هم تعدادی هستن از، حالا نمیدونم درست است که آدم اسم علما رو بر اونها بگذاره، از بعضی از انسانهایی که واقعا همه چیز خودشون رو فروختن به ظالمین، به طواغیت، هنوزم میان انکار میکنن، هنوزم میان میگن که نه، در تاجیکستان همه چیز تنج است، هیچ مشکلی نیست و اینهایی که این حرفا رو میزنن اینها تروریستا هستن، اینها فلان هستن و تهمت هایی که هر استبدادی، هر دیکتاتوری، هر فرعونی به مخالفین خودش میزنه. همه چیزا انکار کردن. حتی به قول یک مسئله فارسی است که میگن که اگر دنیا رو آب گیرد، مرغابی رو تا زانوش است. همه تاجیکستان پر از درد، رنج و مشکلات و مصائب است. هنوزم کسانی میان و در صفحاتشون در اینترنت، در روزنامه ها و در مطبوعات تاجیکستان میان میگن که نه، هیچ مشکلی وجود نداره و دنیا خیر و خیرت هست و اینایی که این حرفا رو میزنن اینها مخالفین نظام هستن و از این حرفایی که واقعیت اینها رو ملت شریف تاجیکستان میدونن. من تشکر میکنم از عزیزانی که در طول این هفته هایی که گذشت پیام های صوتی برای ما فرستادن از طریق پیامگیر شبکه جهانی وصال حق که احمد جان انشالله یکی از این پیام ها رو انتخاب میکنه که در این برنامه پخش بکنیم خدمت شما عزیزان. و همچنین بعضی از دوستان عزیز تصاویری از محدودیت هایی که در تاجیکستان برای مسلمان ها ایجاد میکنن، برای ملت شریف تاجیکستان برای ما فرستادن که انشالله بعضی از اینها رو من خدمت شما عزیزان نشون میدم و همون درخواست قبلی خودمون رو تکرار میکنیم که شما عزیزان، ملت شریف تاجیکستان، ملت مظلوم و ستمدیده تاجیکستان، شما چشم و گوش ما در داخل تاجیکستان هستید. هر ظلمی، هر ستمی، هر موارد تجاوز به حقوق انسانی که در تاجیکستان میبینید رو میتونید عکس بگیرید و فیلم بگیرید و برای ما بفرستید تا ما در این برنامه پخش بکنیم تا همه جهانیان از این ظلم و ستم هایی که به شما میشه آگاه بشن. یک نکته رو همیشه در نظر داشته باشید که اگر کسی که داره غرق میشه داد نزنه و طلب کمک از مردم نکنه، کسی به فریادش نمیرسه. شما تصور بکنید یک انسانی داره در داخل دریا غرق میشه،
اگر داد و بیداد را نندازه، صداشو بلند نکنه، کسی نمیاد به این کمک بکنه و اینو نجات بده. پس اینکه شما صدای مظلومیت خودتون رو بلند بکنید و به گوش جهانیان برسانید، یقین داشته باشید که انسان‌های آزاده‌ای هستند، اگرچه که مسلمان هم نباشن اما آزاده هستند و حتما ان شاء الله به داد شما خواهند رسید و فریاد مظلومیت شما رو به گوش جهانیان خواهند رساند. احمد جان اشاره میکنه که مستند آماده است. من فقط یک تصویر رو نشون بدم دوستان عزیز. این تصویر رو نشون بدید. این در یکی از ادارات دولتی در تاجیکستان این اطلاعیه رو اینجا گذاشتن از طرف مدیریت این به اصطلاح اداره که در این مکان طهارت گرفتن منع است، یعنی وضو گرفتن ممنوع است در اینجا و هر کس که در اینجا وضو بگیره 50 سامانی جریمه میشه. شما تصور بکنید که در یک کشور اسلامی در اداراتش وضو گرفتن ممنوع است، یعنی شما به عنوان یک مسلمان حق ندارید که وضو بگیرید. شاید فردا رئیس کمیته دین تاجیکستان بلند بشه بگه خب این یک حرکت فردی است، توی یک اداره کسی انجام داده و ما اینو تایید نمی کنیم. من میپرسم از جناب استاد سلیمان دولتوف که شما به عنوان مسئول کمیته دین تاجیکستان شما در مورد دین مسئولیت دارید. اگر به یک خواننده‌ای، به یک رقاصه‌ای، به یک به قول برادران آخران تاجیکی به یک حافظ و حافظه‌ای به اصطلاح توهین بشه، اهانت بشه، یک کمیته‌ای دارن، کمیته دفاع از حقوق خوانندگان، کمیته دفاع از حقوق رقاصه ها، اینها میان از حقوق اینها دفاع میکنن. به یک کارگری ظلم بشه، کمیته دفاع از حقوق کارگران میاد دفاع میکنه. به یک کمونیستی، به یک بیدینی، به یک روزنامه نگاری، به هر طبقه ای از جامعه اگر بخواد ظلم بشه 4 نفر با غیرتی پیدا میشن که از اونها دفاع بکنن. شماها به عنوان کمیته دین در مقابل این مخالفت هایی که در مقابل دین صورت میگیره در تاجیکستان چه عکس العملی نشان دادید؟ چند بیانیه صادر کردید محکوم کردید تراشیدن ریش جوانان تاجیک رو؟ چند بیانیه صادر کردید محکوم کردید برداشتن به زور حجاب خواهران تاجیک رو؟ وظیفه شما چی است؟ اگر وظیفه شما دفاع از دین هست که باید در مقابل این اعمالی که مخالف دین صورت میگیره باید عکس العمل نشان بدید، یا نه کمیته دین تاجیکستان کارش اینه که هر عمل غیر دینی که حکومت یا رئیس جمهور تاجیکستان انجام بده شما بیایید به این رنگ و بوی دینی بدهید. اگر گفت که حجاب اسلامی رو نپوشید و همون لباس تاجیکی رو بپوشید، حالا بگذاریم از این که همون لباس عنعنوی تاجیک و لباسی که در قدیم خواهران تاجیک ما میپوشیدن یک حجاب کامل اسلامی بود، همون رو هم اجازه نمیدن. اگر کسی آمد خواست که حجاب اسلامی را از تاجیکستان برداره، شما در کمیته دین حتما وظیفه شما این است که یک بیانیه صادر بکنید بله جناب والا آنچه که فرمودن در مورد حجاب تاجیکستان کاملا موافق با شریعت اسلامی است، تق امضا بکنید، مهر بکنید، بدید که بره. وظیفه شما در کمیته دین این است. اگر شما نمیتوانید از حجاب خواهرتون در تاجیکستان دفاع بکنید، از حجاب مادرتون در تاجیکستان دفاع بکنید، از ریش و شعائر دینی در تاجیکستان دفاع بکنید، پس اسمتون رو کمیته دین نگذارید، یک اسم دیگری برای خودتون انتخاب بکنید. هر کسی که در مورد مشکلات ملت تاجیک صحبت بکنه، شما فقط کارتون این است که یک بیانیه صادر بکنید، بگید که بله این حرفی که این طرف گفته است دروغ است و ما این را تایید نمی کنیم. کار شما شده فقط همین صادر کردن بیانیه و اطلاعیه. امیدوار هستیم که کمیته دین تاجیکستان به اون وظیفه‌ای که به دوش داره عمل بکنه. این تصویر دیگر، در این تصویر نوشته که در این مسجد تنها به مذهب امام اعظم نماز گزاردن جایز است. یعنی من تعجب میکنم از این کسایی که در رأس این مساجد و این محافل قرار دارن. اینها حتی از ساده ترین امور مذهب
امام اعظم رضی الله تعالی عنه هم بیخبر هستند. اگر با خبر می بودن این رو باید می دونستن که شافعی، مالکی، حنبلی حق دارن که در مساجد احناف نماز بخونن، همانطوری که احناف حق دارن که در مساجد بقیه مذاهب نماز بخونن. تو برادر و خواهر تاجیک تصور بکن رفتی به ایران، در کردستان یک تابلویی رو در مسجد زده بودن که در این مسجد فقط نماز خواندن به مذهب امام شافعی جایز است. آیا موافق هستی با این کار؟ رفتی در عربستان، در حرمین شریفین، در مساجدی که در مکه و مدینه و جده و شهرهای دیگری است، تابلو زده باشن که در این مساجد فقط نماز خواندن به مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه جایز است. بدتون نمیاد از این کار؟ آیا امام اعظم گفته که فقط نماز خواندن به طریق مذهب من جایز است، بقیه مذاهب باطل است؟ سبحان الله. ببینید که جهالت در امور دینی تا چه اندازه که تابلو بزن در مسجد و بنویس که در این مسجد نماز خواندن فقط به مذهب امام اعظم جایز است. اینم برمیگرده به همین اختلاف افکنی و تفرقه افکنی که حکومت تاجیکستان کمک میکنه به این تفرقه افکنی ها. در جایی که ببینن یک ملای به اصطلاح متعصب وجود دارد، حنفی، اون رو کمک میکنن تا بیشتر دامن بزنن به درگیری بین این شخص و بین کسانی که به اصطلاح حالا مشهور به سلفی یا به هر کسی دیگری هستند. حتی در ایران ما شاهد همین هستیم که در بعضی از مناطق به بعضی از متعصبین احناف حکومت کمک میکنه تا بر علیه دیگران اونها رو بشورانه. در بعضی از مناطق به متعصبین سلفی کمک میکنه که اونها رو بر علیه احناف بشورانه. در یک جا به اخوانی کمک میکنه، در یک جا به تبلیغی کمک میکنه که این گروه ها رو به جان همدیگه بندازن و تفرقه انداز و حکومت بکن. سیاستی که استعمار پیر انگلیس همیشه در کشورهای اسلامی پیاده کرده و موفق بوده و امروز نوکران اونها، مزدوران اونها در کشورهای اسلامی هم همین سیاست رو دنبال میکنن. برنامه امشب ان شاء الله تعالی لحظاتی بعد احمد آقا عزیز فیلم مستندی که در مورد فرار بازوان از تاجیکستان رو آماده کردن با هم میبینیم. فیلم کمی طولانی است اما حکایت از مشکلات قشر بزرگی از ملت شریف تاجیکستان داره که اینها جگرگوشه های ملت هستند. اینها کسانی هستند که باید امروز بازوان توانمند اینها در خدمت پدران، مادران، همسران، فرزندان و آینده کشورشان باشه. اما متاسفانه میبینیم که به خاطر ظلم و جنایت و استبداد و نظام دیکتاتوری که در این کشور وجود داره، اینها در خارج از تاجیکستان قوت خودشون رو، جوانی خودشون رو، همه چیزشون رو صرف میکنن برای خدمت به بیگانه ها در مقابل چند روبل یا چند دلاری که به اونها داده میشه. و همین لقمه اینها رو هم همین حکومتداران از دهن اینها میدزدن. گاهی به عنوان نیروگاه راغون یا گاهی اوقات به یک بهانه دیگر از ملت پول جمع میکنن و این پول ها رو به جیب خودشون میریزن و در راستای عیاشی و شهوترانی و خوشگذرانی خودشون استفاده میکنن که امیدواریم ذات اقدس الهی شر این ظالمین را در هر کجای دنیا که هستن از سر ملت‌های مسلمان دور بکنه. مستند رو با هم می‌بینیم و بعد برمیگردیم ان شاءالله دوباره خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تماس‌های شما رو خواهیم گرفت. من یک نصیحتی دارم به حکومت تاجیکستان. شماها یک کمی برید شاگردی حکومت ایران رو بکنید در قضیه بستن شماره تلفن ها. این چیزا یک چیزایی رو به شما یاد بدن، چون در هفته گذشته شماره تلفن ما رو از داخل تاجیکستان بسته بودن و هرچه تماسی که ما میگرفتیم از بیرون از تاجیکستان بود. عزیزانی که از بیرون از تاجیکستان تماس میگرفتن و این به ضرر خودتون تمام شده بود و بعدش هم شکایت کرده بودن، ایمیل برای ما فرستاده بودن که شما همه به کسانی که موافق با خودتون بود مجال دادید، وقت دادید که صحبت بکنن. من پیشنهاد میکنم از حکومت ایران یاد بگیرید وقتی شماره رو میبندید لااقل برای اون افراد خاص خودتون در کمیته دین، مزدورانی که در اونجا دارید، عبدالله محقق و سید یونس و نمیدونم از این علاقه مزغایی که در اطراف خودتون دارید، خاصتا از ایران که برگشتن و با شما همکاری میکنن،
اینها رو خطا رو براشون باز بگذارید که اینا زنگ بزنن و از شما دفاع بکنن و وقتی که شماره رو در داخل میبندید مجال باز میشه برای مخالفین شما در خارج، در ترکیه، در اروپا، در آمریکا و اونا زنگ میزنن و این به ضرر خودتون تمام میشه. در این مسائل برید یک کمی شاگردی بکنید پیش ایرانیا، رافضی‌ها بهتون یاد میدن این چیزا رو بیشتر. مستند رو با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم ان شاءالله به استودیو. فرار بازوان آینده ساز، مشکلات مهاجرت ملت تاجیک. سال 1991 میلادی ملت تاجیک و دیگر ملت‌هایی که زیر بار کمونیستان و اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند استقلال خود را باز یافتند. ملت تاجیک از اولین ملت‌هایی بود که استقلالیت خیش را اعلان نمود و حکومت مراسای ملی تشکیل داد که شامل تمام قشرهای جامعه تاجیکستان بود. اما این استقلال طولی نکشید. دشمنان ملت در کمین بودند و دشمنان خارجی با واسطه دشمنان داخلی ملت تاجیک را به جان هم انداخته، ملت را به خاک و خون کشیده، حکومت مراسای ملی را با کودتا از بین برده، رئیس جمهور کنونی امام علی رحمانوف را به قدرت رسانیدند و با به قدرت رسیدن این حکومت مصیبت‌های زیادی دامنگیر ملت تاجیک شد. تمام دارایی و ثروت‌های ملی به دست دزدان و اوباشان غارت شد. رهزنان قلدر کارخانه و زواد و فبریکه های را که از زمان شوروی باقی مانده بودند بین همدیگر تقسیم کردند و در مدت کوتاه تمام این کارخانه و زواد و فبریکه ها فلج و مفلس شدند و هزاران نفری که در آن جایها مشغول کار بودند بیکار مانده راه هجرت به خارج از کشور را پیش گرفتند تا لقمه‌نانی برای خود و زن و فرزندانشان به دست آورند. در مقابل حکومتداران و نزدیکان امام علی رحمانوف که تا به قدرت رسیدن هیچ چیز نداشتند صاحب میلیاردها دلار و قصر و دارایی ها شدند. ملت تاجیک در گوشه و کنار جهان پراکنده شد. اغلب آنها به کشور روسیه هجرت کردند، زیرا هجرت به این کشور در مقایسه با دیگر کشورها به مراتب آسانتر بود. این مهاجرت کاری به خارج از کشور مصیبت و مشکلات زیادی برای ملت تاجیک در بر داشت. در این گزارش به نمونه‌های از آن مصیبت‌ها و مشکلات اشاره خواهیم کرد. البته آنچه اینجا بیان می شود قطرات ناچیزی است از بلاهایی که بر سر این ملت مظلوم و ستم دیده آمده است. یک پژوهش بین المللی و اجتماعی در تاجیکستان مشخص کرده است که 98% روستاها و شهرهای تاجیکستان مهاجران مهنتی و زحمتکش در خارج دارند. از هر خانواده تاجیک چندین نفر در مهاجرت مهنتی قرار دارند. آمارها در خصوص تعداد مهاجرین کاری در دیگر کشورها خصوصا روسیه متفاوتند، ولیکن بنا به آمار برخی از کارشناسانی که به امور مهاجرین سر و کار دارند در حال حاضر حدود 2 میلیون مهاجر در خارج از تاجیکستان به سر میبرند که 1.5 میلیون آنها تنها در روسیه آواره و در پی لقمه‌نانی جان میدهند. این در حالی است که آمار حکومت تاجیکستان تعداد مهاجرین را حدود 520,000 نفر برآورد می کند که البته این از حقیقت فرسخ‌ها دور است. وضعیت مهاجرین کاری در روسیه بسیار وخیم گزارش می شود. مشکلات زیادی دامنگیر مهاجرین است و حکومت رحمانوف برای رفع مشکلات آنها هیچ اقدامی نکرده و پروایی هم ندارد. زیرا سیر را چه پروای گرسنه و سوار را چه خبر از حال پیاده. از جمله مشکلاتی که مهاجرین کاری با آن دست به گریبانند: اول، مشکل به دست آوردن اجازتنامه کار در روسیه. مهاجر هرگاه به روسیه برای کار سفر می کند باید از طرف حکومت روسیه اجازتنامه کاری را به دست آورد. حکومت روسیه برای کار و فعالیت مهاجرین در روسیه شروط و قوانین بسیار سنگینی وضع کرده است که به دست آوردن اجازت کار را مشکل نموده است. مهاجر برای به دست آوردن اجازتنامه کار مجبور است مبلغ هنگفتی پرداخت کند و مدت زمان زیادی منتظر ماند تا آن را به دست آورد و موارد زیادی اتفاق افتاده که مهاجر بعد پرداخت مبلغ هنگفت و انتظار طولانی به او گفته شده که تو ممنوع الورود به روسیه هستی و بدون اینکه تواند مبلغ پرداخته شده را пас گیرد از روسیه اخراج می شود. Он сказал, все, будете бесплатно работать. Работать будете, да? Все, тебе стяжковый шпаклевку. Все сделали бесплатно, говорит.
دوم، مشکل دیگری که مهاجر تاجیک در روسیه به آن مواجه می باشد نپرداختن حق مزد کار مهاجران از طرف کارفرماست. حالتهای زیادی رخ داده است که مهاجر کاری مدت طولانی در ساختمان و دیگر جاها کار کرده است، اما در پایان کار کارفرما مزد آنها را نپرداخته و با تهدید آنها را از کار رانده است و مهاجر بیچاره هم هیچ دادرسی ندارد تا حق خود را طلب کند. حکومت تاجیکستان تا حال هیچ چاره‌ای برای بهبود بخشیدن به وضعیت مهاجر در روسیه نیندیشیده است. برخلاف ملت‌های دیگری که مهاجر کاری در روسیه هستند، تمام حقوقشان محفوظ است و از طرف حکومت‌هایشان حمایت می‌شوند. سوم، فاجعه دیگری که مهاجرت بر ملت تاجیک بار کرده است، بازگرداندن جسدهای بیجان مهاجرین تاجیک است. همه ساله حدود 3 تا 3.5 هزار جسد بیجان تاجیک از روسیه به وطن فرستاده می شود و از این عدد حدود 1000 نفر توسط فاشیستان و تاسران روس به قتل رسانیده می شوند. در تاریخ 8 می سال جاری، امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان جهت اشتراک در جشن غلبه شوروی بر آلمان در جنگ دوم جهانی به مسکو سفر داشت. در شب همان روز، مهاجر 39 ساله تاجیک کامل جان همدموف به طریق وحشیانه توسط فاشیستان و ملیتگرایان روس به قتل رسیده چون هدیه و قربانی زیر پای جناب رحمانوف تقدیم شد. در مقابل جناب رحمانوف هیچ واکنشی از خود نشان نداد که این خود نشانگر آن است که تا کدام اندازه این حکومت و این رئیس جمهور غمخوار و دلسوز ملت هستند. انتقال جسد بیجان مهاجر تاجیک هم یکی دیگر از مشکلاتی است که مهاجر تاجیک به آن روبروست. جسد بیجان مهاجر وقتی به سردخانه انتقال داده می شود، اقربا و نزدیکانش مجبور هستند مبلغ هنگفتی پرداخت کنند تا جسد را از سردخانه باز پس گیرند. ما بسیار متاسفیم از پخش این اظهارات، زیرا که با دو دلیل میتونیم این اظهارات را رد کنیم. دلیل اول اینکه بعد مراجعت برادری کشته شده به ما به خاطر رسانیدن کمک معلوم شد که برادر او نه در حالت مستی کشته شده است، بلکه واقعا هم گروه جنایتکار، حالا هر کم که باشد، فاشیستان، سرکلها یا هر کسی که دیگه هم که باشد، با زور او را کشتند و دلیلی در دست نیست که او را در حالت مستی کشتند. خب برادر کشته شده علیه این را اظهار داشت و ما نیز بعد از مراجعت برادر کشته شده با نمایندگی وزارت کارهای داخله در نواحی مسکو تماس گرفتیم و معلوم کردیم که واقعا هم نفرانی که شهروند تاجیکستان را کشتند بغیر از این در 8 حالت کشتار همچنین یک کشتار دست دارند. حالا اگر اونا قاتل نبودن، حالا اونا اگر فاشیست نبودن، حالا اونا اسکین هید نبودن، اونها کی بودن؟ یعنی 4 نفر نابالغ، یعنی امکان داشتن میتوانستن که 9 نفر رو یک باره قتل کنند. دلیل دوم این است که نمایندگی سفارت جمهوری تاجیکستان اظهار داشتند که گویا اینها از روزهای اول علیه این قضیه را دنبال میکنند. این با اون دلیل نادرست است که بعد از کشته شدن، یعنی 3 می علیه روز 5 می در صحیفه، تنها در صحیفه لایف نیوز خبررسانی روسیه خبر درباره کشته شدن شهروند تاجیکستان از جانب سکین هد ها اونا اظهار داشته بودند که اینها سکین هد هم پخش شده بود. و سوال ما اینجا به سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون رسید میماند که شما اگر از روزهای اول کشتار، یعنی 3 می خبر داشتید که واقعا شهروند تاجیکستان کشته شده است، پس چرا حداقل خبری کشته شده رو در سامانه سفارت جمهوری یا وزارت کارهای داخله یا وزارت کارهای خارجه یا یگان نمایندگی تاجیکستان در روسیه یا در سایت مثلا سایت های حکومت جمهوری تاجیکستان خبر پخش نشد که شهروند تاجیکستان در بدترین حالت کشته شده است. چهارم، زندانیان زیادی امروز با اتهام به جرایم مختلف و برخی ها بدون هیچ گونه اتهام و جرمی در سیاه چالهای روسیه به سر میبرند که تعدادشان دقیقا معلوم نیست. وزارت دادگستری روسیه تعداد این زندانیان را حدود 8500 نفر اعلان کرده است. البته
این تعداد کسانی است که بعد از محاکمه به زندانها انتقال داده شده اند و شمار زیادی نیز هستند که در بازداشتگاه‌های موقتی روسیه در انتظار محاکمه و یا استرداد به تاجیکستان هستند. پنجم، از جمله پیامدهای ناگوار دیگری که ملت تاجیک و آینده کشور با آن درگیر است، دست کشیدن از ملیت و شهروندی تاجیکستان و دریافت شهروندی روسیه و دیگر کشورهاست. اکثر مردم کشور عزیزمان از آینده نیکی در تاجیکستان مایوس و ناامید هستند. لذا هر شهروند کوشش به خرج می دهد تا از وطن خارج شده خود را به کشورهایی رسانند که در آن کرامت انسانی وجود داشته باشد و می توانند همچون انسان آزاد در آنجا زندگی کنند. تعداد زیادی از تاجیکان مهاجر در روسیه از شهروندی خویش دست کشیده شهروندی این کشور را با پرداخت مبلغ هنگفت به دست آورده اند. تعداد نفرانی که ملیت و شهروندی روسیه را به دست آورده اند حدود 520,000 یعنی نیم میلیون برآورد می شود. البته این روز به روز در حال افزایش است و همچنین در دیگر کشورهای منطقه از جمله اوکراین و قزاقستان و قرقیزستان و کشورهایی که وضعیت در آنجا به مراتب بهتر و خوبتر است، تاجیکان تابعیت این کشورها را به دست آورده اند و تعداد کسانی که به اروپا و دیگر کشورهای جهان پناهنده شده اند نیز خیلی زیاد است. ششم، سکونت و بود و باش مهاجران کاری در روسیه از مشکلات دیگری است که دامنگیری آنها می باشد. اکثر مهاجران کاری در زیر زمین و تهخانه و واگان‌های به سر میبرند که از کمترین شرایط زندگی محروم است. هفتم، مسئله داغ دیگری که دامنگیری مهاجرین کاری در روسیه است، سیاسی شدن مسئله مهاجرت می باشد. دولت مردان روسیه مهاجرین کاری را به یک اهرم فشنگ سیاسی و فشار بر رژیم رحمانوف تبدیل داده اند. هرگاه می خواهند فشاری بر رحمانوف وارد کنند، مهاجرین بی سرپناه را در روسیه استفاده ابزاری برده، آنها را زیر فشار و تعقیب و دستگیری قرار می دهند. شاکرجان حکیموف، حقوق شناس تاجیک می گوید در سیاسی شدن مسئله مهاجرت هیچ جای شک و تردید نیست، زیرا تمام سطح‌ها و مقامات دولتی همچنین صاحب کاران از بودن مهاجران تاجیک در روسیه منفعت دارند. تحلیلگر دیگر تاجیک رجب میرزا نیز این نقطه را تأکید کرده می‌افزاید به عنوان اهرم فشار و فشنگ سیاسی استفاده شدن مهاجرت از جانب روسیه جای بحث نیست، چون در روسیه خیلی خوب می‌دانند که مهاجران در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان چه نقش و مقامی دارند. باید قید کرد که در روسیه غیر از شهروندان تاجیک ملت‌های دیگری نیز کار و فعالیت دارند، ولی وضع آنها به مراتب بهتر و خوبتر از تاجیکان است، زیرا حکومت‌های آنان هرگز اجازت نمی‌دهد حقوق شهروندان آنها پایمال شود. به طور مثال زمانی که یک قرقیز را در مسکو به طریق وحشیانه به قتل رساندند، حکومت و شهروندان قرقیز در روسیه و قرقیزستان تظاهرات برپا کرده شور و شری برپا نمودند، اما تقریبا هر روز یک تاجیک در روسیه کشته می شود و کسی نیست که از حقوق آنها دفاع کند. حکومت رحمانوف به خاطر اینکه از پول همین مهاجرین حکومت میراند و سالانه میلیاردها دلار به کشور انتقال میدهند و از این پول کیف و صفا و عیش و عشرت دارد، هیچ واکنشی به این عملکرد حکومت روسیه نشان نمیدهد و به فشارها و خواسته های روسیه سر تسلیم فرو می آرد. هشتم، تأثیر منفی مهاجرت کاری به خانواده ها در داخل تاجیکستان نیز به مصیبت و فاجعه ها تبدیل شده است. باید یادآور شد که اکثر کسانی که به مهاجرت کاری سفر می کنند مردانی هستند که در کشور صاحب زن و فرزند و خانواده هستند. وضعیت ناگوار کشور آنها را مجبور می سازد تا زن و فرزند و خویش و اقربا را ترک گفته راه مهاجرت را در پیش گیرند. تعداد زیادی از این مردان که به روسیه سفر می کنند با زنان و دختران روسی ازدواج می کنند و زن و فرزند خود را فراموش کرده سالهای زیادی به وطن بر نمی گردند
که این باعث خللدار شدن خانواده ها و از همپاشی آنها می گردد. حالتهای زیادی رخ داده است که مرد تاجیک از طریق تلفن یا پیامک زن خویش را طلاق داده است. جاوید اکراموف، کارشناس مسائل اجتماعی میگوید پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدت مهاجرت کاری از جمله بی سرپناه ماندن زنان و فرزندان و طلاق با ارسال پیامک‌های تلفنی امروز مشاهده می‌شوند. این کار سبب شده بر تعداد زنان بی شوهر در کشور افزوده شود و بسیاری از آنها دست به فحاشی و روسپیگری و بیرحگی زنند و از این راه پولی به دست آورد تا لقمنانی برای فرزندان و خانواده خویش به دست آورند. طبق گزارش اگنتی آمار حکومت تاجیکستان، زنهای طلاق شده در تاجیکستان در 10 سال اخیر بین 2004 تا 2014 حدود 61191 زن بوده است. این روند روزافزون طلاق همه ساله در حال افزایش است و پیامدهای اجتماعی بسیار مهلکی را در بر دارد. تعداد جوانانی که در پی کار از خانه بیرون رفته اند خیلی هم زیاد است و بسیاری از آنها در روسیه با زنان و دختران روس ازدواج کرده اند و برای همیشه از پدر و مادر و خانواده و میهن خویش دل بریده اند. این روند مهاجرت و فرار از کشور از سوی جوانان بر میزان بیشوهر ماندن دختران در تاجیکستان افزوده جامعه را مختل کرده است. تعداد زنان تاجیک نیز در مهاجرت کاری قابل ملاحظه است. زنانی که بی سرپرست هستند و در داخل هم جایی برای دریافت لقمنانی پیدا نمی کنند، مجبور به ترک وطن شده به کشورهای بیگانه از جمله روسیه سفر کرده به انواع مشکلات و عذاب و تحقیر و تجاوز به ناموس دچار شوند. نوم، تأثیر مهاجرت کاری بر تعلیم و تربیت. مصیبت بزرگی که امروز مهاجرت کاری سبب شده است، تأثیر منفی آن به تعلیم و تربیت می باشد. حالت ناگوار کشور امروز سبب شده است تعداد زیادی از اساتید و معلمان مکاتب و مدارس و دانشگاه ها ترک وظیفه کرده راه مهاجرت را پیش گیرند. در نتیجه مکاتب و مدارس و دانشگاه ها خالی از اساتید و معلمان شده، جای آنها را بیسوادانی گرفته از راه رشوه گرفتن از شاگردان روزگار خود را می گذرانند. و جوانان زیادی که همه ساله دانشگاه ها را ختم می کنند به دلیل نبودن جای کار مناسب در کشور راه مهاجرت را اختیار می کنند. و همچنین دانشجویان زیادی هستند که در دانشگاه ها و دانشکده های تاجیکستان همچون دانشجو ثبت نام هستند، لیکن خودشان در مهاجرت کاری قرار دارند و با پرداخت رشوه به استادان و معلمان بعد گذشت 4 تا 5 سال صاحب شهادتنامه و دیپلم دانشگاه و دانشکده می گردند، در حالی که یک روز هم در کلاس ننشسته اند. خود آینده کشور را با این گونه متخصصین و کوادر تصور کنید. عبدالله دولتوف، رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه میگوید بی‌مسئولیتی برخی از مسئولین دولت و فضای ناگوار سیاسی و قومگرایی باعث شده است که حالت جوانگریزی از تاجیکستان شدت گیرد، به خصوص جوانانی که می‌خواهند دانش و ملکه خود را در سمت علم و اختراع کاری، کسب و هنر عملی کنند. از دشواری‌های روزافزون خسته می‌شوند و راه مهاجرت را پیش می‌گیرند. راه حل‌ها برای برطرف ساختن این مشکلات و فاجعه‌ای که دامنگیر ملت تاجیک است، باید فرصت‌های کاری مناسبی در کشور ایجاد شود تا مردم از خارج برگشته در داخل جای کار مناسب و مزد کاری خوبی داشته باشند.
اما متاسفانه حکومت کشور به رهبری امام علی رحمانوف مدت 23 سال نتوانست این گونه معضلات و دیگر مشکلات موجوده در کشور را با ایجاد فرصت‌های کاری مناسب رفع نماید، بلکه این مشکلات همه ساله در حال افزایش است. حق بر جانب عزیز نقیب زاد است که تاجیکستان را کشور تضادها نامید. حکومت تاجیکستان به جای پایه‌ریزی و تأسیس کارخانه و زواد و فبریکه که نیازهای حیاتی کشور و ملت به شمار می رود، به بنیاد و ساختمان بناها و باغها و فراغتگاهها دست زده که شاید در حال حاضر آنقدر به درد ملت گرسنه و کشور ویران شده نخورند. زیرا ملت تاجیک امروز به جای کار نیاز دارد تا از خواری و ذلیلی که در خارج کشور رنج میبرد نجات یابد، نه به پارک و میکده سلطانی. حکومت امام علی رحمانوف در طول 23 سال حکمرانی سال 2010 کلانترین پرچم در جهان را با طول 165 متر و با مبلغ بیش از 10 میلیون دلار ساخت که در کتاب گینس همچون درازترین پرچم در جهان ثبت شد، البته قبل از آنی که عربستان سعودی سال گذشته ساخت که 5 متر از پرچم تاجیکستان درازتر می باشد. بنیاد کلانترین کتابخانه در شهر دوشنبه با مصرف 40 میلیون دلار، ساخت میدان و باغ نوروزگاه در مساحت 10 هکتار زمین، بنیاد کلانترین مسجد در شهر دوشنبه با مبلغ 100 میلیون دلار با همکاری حکومت قطر، این هم در حالی که صدها مسجد از مساجد موجوده تاجیکستان به بنگاه‌ها و مراکز فراغت و ورزشگاه‌ها تبدیل می‌شوند. هفته اخیر حکومت تصمیم گرفت تا کلانترین تئاتر در منطقه را در شهر دوشنبه با مبلغ 100 میلیون دلار و با جای نشست 2500 نفر بنا کند که بازتاب این تصمیم در رسانه‌های خارجی هم انعکاس یافت و از این تصمیم حکومت تعجب و انتقاد کردند. تارنمای ایورا ایشیانت در این باره نوشت: این تصمیم حکومت در حالی است که بودجه کشور بیشتر با کمک‌های خارجی به سختی روی پای خود می‌ایستد و حالا در وضع نچندان خوبی قرار دارد. نشریه گاردین بریتانیا نیز در مطلبی نوشت: بانک جهانی از سال 2010 تا 2014 برای حمایت از بودجه تاجیکستان 55 میلیون دلار کمک کرده است و امسال هم 20 میلیون دلار کمک خواهد کرد. معلوم نیست که این تئاتر زیباترین و کلانترین آسیای میانه با قیمت 100 میلیون دلار هم اگر ساخته شود آیا برای خود تماشابین خواهد یافت یا نه، در حالی که رهبر تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی در دوشنبه گفته است در تالار آنها 500 جای نشست هست، اما هنگام نمایشنامه‌ها اکثرشان خالی میماند. این نمونه ای از نمایشنامه‌های حکومت رحمانوف در طول 23 سال حکمرانی می باشد و بنیاد این گونه انشاءات و بناها تعداد مهاجرین را کم نکرده بلکه بر تعداد آنها افزوده است، زیرا این گونه انشاءات نه برای ایجاد فرصت‌های کاری ساخته شده است بلکه برای چپاول و دزدیدن سرمایه ملت. باید ذکر نمود که اکثر این مراکز بنا شده در دست حکومتداران و نزدیکان رئیس جمهور قرار دارند که به نفع خود از اینجاها استفاده می کنند. چند سال پیش مخالفین حکومت پیشنهاد کرده بودند که باید وزارتخانه مخصوصی برای مهاجرین تأسیس داده شود تا به امور مهاجرت سر و کار داشته باشد و مشکلات آنها را رفع نماید، زیرا مهاجرین همه ساله میلیاردها دلار به کشور و بودجه وارد می کنند و در مقابل در کشور وزارتخانه‌هایی هستند که یک سامانی هم به بودجه وارد نمی کنند بلکه از سرمایه ملت و از بودجه حقوق و معاش ماهانه می گیرند. اما این پیشنهاد چون از طرف مخالفین خاصتا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد شده بود رد شد و به یک کمیته مهاجرت اکتفا نمودند که این خود نشانگر چه اندازه غمخواری حکومت نسبت به مهاجرین است. شاعر غمخوار ملت لایق شیر علی چی خوب سروده است: جان به قربان تو ای میهن خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشتی بیت الحزنم، دشمنت چار طرف اجنبی و خانگیان، تن تنها به چنی رو صف اعدا شکنم، دوست دشمن نسق و دشمن تو دوست نماست، راست گویم بپرانن ز چشم و دهنم، تاجیک اندر وطن خویش ترا متهم است، یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم،
همه خلقان جهان انجمن آراسته‌اند، در سمرقند نشد فاخته نیم انجمنم. گفت علامه اقبال که برخیز ز خواب، بزدلی گفت فلانیست مخاطب نه منم. آن یکی در خم طلا سر خود کرد فرو، دیگری گفت بیا مهوش سیمین زقنم. آن یکی گفت غم گاو و بز و بزغاله، دیگری گفت غم خانه و فرزند و زنم. گریه من نه از آن است که در گاهم سوخت، هم نه از آن است که شد سوخت باغ و چمنم. گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، هم نه از آن است که فرسوده بود پیرهنم. گریم از آن که به جرفای چنین فاجعه ای، نشود خیر کس از هم نسب و هم وطنم. گریم از آن که دو سه بی طرفی بی شرفی، به سرم سنگ ببارن که من دم نزنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنها تر. وطنم 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 وطنم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها با شما عزیزان هستیم و امیدواریم که تونسته باشیم گوشه ای از رنج و غم ملت شریف تاجیکستان رو در این برنامه منعکس بکنیم. از همین لحظه شماره تلفن‌های برنامه اعلان خواهد شد و عزیزانی که دوست دارن با برنامه خودشون، با برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها درد دلهای خودشون رو بیان بکنن، میتونن به شماره تلفن‌های برنامه زنگ بزنن. همچنین از طریق اسکایپ وصال حق میتونید تماس بگیرید و سعی کنید که اگر اینترنت پرسرعت ندارید و مشکل دارید در اینترنت تماس نگیرید، چون صداتون قطع و وصل میشه و صدا واضح به گوش بینندگان نمیرسه. و بعضی از عزیزانی که در طول هفته گذشته تماس گرفته بودند و خواسته بودند که ما به اونها زنگ بزنیم و در برنامه بهشون مجال بدیم که صحبت بکنن، من از این عزیزان عذر میخوام. ما شاید در این برنامه نتونیم به کسی زنگ بزنیم به خاطر مشکل فنی که در تلفن ها داریم، اما عزیزانی که بخوان با ما تماس بگیرن میتونن به همین شماره تلفنی که احمد جان زیرنویس کردن زنگ بزنن و انشالله صدای مظلومیت خودشون رو به گوش جهانیان برسانند. احمد جان شما تلفن میگیرید یا من بگیرم از اینجا؟ بله بسم الله. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید بیننده گرامی؟ بنده ابو مبشر از تاجیکستان. ابو مبشر بفرمایید.
بفرمایید برادر عزیز، صدای شما داره پخش میشه. بله، میخوام قبل از آن برای برادرانی که در ظلم و سلطه و ستم قرار دارن یک آیت را هدیه پیش کنم. بفرمایید. و این است که خداوند متعال میفرماید ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله اکبر. برادرانی که در ظلم و ستم قرار دارن، برادرانی که در داخل زندان هستند، برادرانی که در مهاجرت قرار دارن، بازم غمگین و پریشان نباشید. الله میفرماید که شما غمگین و پریشان نباشید. شما بالاتر و برتر هستید، بهتر هستید اگر شما مؤمن حقانه باشید. بله، یقینا. و بعدا یک مشکلی رو میخوام آقای انصاری در سن شما و دیگر تماشابینان محترم برسانم. بفرمایید. و این است که مشکلی ما مردم تاجیکستان فقط نه تنها مشکلی از جانب حکومت است، بلکه یک مشکلی در دینمون داریم. این مشکلی بدعت‌ها و خرافات‌هایی که در تاجیکستان رخ داده است. یعنی یک رخنه در دینی که در ما رسیده است انجام گرفته است. از آن جمله می‌بینیم بسیار خرافات‌هایی که نه که ملاهای درباری بلکه غیر از ملاهای درباری ملاهای هستند که اونها را در دربار هم رخنه می‌کنند. اما خیلی از بدعت‌ها و خرافات‌ها در دین ما جا دادن که آن دینی که باید انسان تربیت روحی و معنوی کند، اون تربیت روحی را از دست داده است. از آن جمله مثلا دینی که در دین اسلامی که در تاجیکستان است نه روح دارد و نه در عبادت آن حلاوت است و نه یک لذت عبادت را چشیده می شود. بله. از آن جمله مثلا میبینیم اگر خدا نکرده یک نفر از دنیا رحلت کند و فوت کند، همین انسان هایی که مولانما هستند یا عالم نما هستند از روز مردن اون شروع می شود بعضی بدعت ها. از آن جمله میبینیم که ختم قرآن و این قرآن در تاجیکستان ما فقط برای ختم و برای مثلا روزهای تویهای ولیمه برای دیگر کارهایی که فقط برای عاقبت یا پول کارکنی است و در مقابل اون پول گرفتن است. این کار قرآن در تاجیکستان ما همین است. بعد از اون دیگر مثلا بعد از اون که مرده را گور کردن میان ختم قرآن میکنن، از صاحب مرده پول میفرستن برای خودشون. بعد دیگر خدایات شروع میشه، سید جهنم میگن، چی میگن، حرف میگن. همین چیزا در دین ما زیاد رخنه وارد کرده است. از اون جمله قرآن می در قبرستان خوانده می شود یا در روزهای عیدها در خانه ها خوانده می شود. خلاصه در تمامی در دین ما در تمامی دستوراتی که شریعت برای ما راهنمایی کرده در اونها بدعت و خرافات دیده میشه. از آن جمله در عبادات، در اعتقادیات، در معاملات، در معاشرات، در همه اینها این خرافات هست. در نماز، در اذان، در طهارت پر از خرافات و بدعت است که اگر رفت ما یک نفر یک فاسق و فاجر را از سوی گمراهی به سوی این دین بیاریم، اگر خودش احساس نکنه این دین یک خرافی است، یعنی در اون بگیم که لذت یعنی شیرینی آن چیزی که صحابه بزرگوار پیدا کردن را یافته نمیتونند، این گونه برمیگرده دو برامون اصل خود است. با این خاطر درخواست ما از شما آقای انصاری و از دیگر نفرانی که مثلا در این بسیار حقیقی شبکه نور شبکه کلمه برنامه میکنن کم ترک در این بدعت ها و خرافاتی که مربوط به تاجیکستان صحبت کنن، یا اینکه از شما درخواست ما این است که یک برنامه را بگیم در همین در رابطه با خطر بدعت ها و خرافات هایی که در تاجیکستان هست تشکیل کنین، یا که مولانا عبدالقدوس را بذارن که برادران تاجیک ما از شما سوال کنن و اون بدعت ها را از شما بشنون، چون ایده از جوانان ما میخوان این بدعت ها را از بین برن. بسیاری مثلا منطقه ها در روستاها اگر رفت یک برادری که در دانشگاه اهل سنت خارج کشورها در یمن باشه، خواه در مدینه باشه، در مکه باشه، در پاکستان، در زاهدان خوانده باشه، اگر بخواد در مقابل این مقاومت نشون بده در همون را اتهام به سلفیت و وهابیت میزنن و در اینجا یک اگر تو سلفیت گفت هیچ دعوتگر دیگه نمیتونه کاری کند، چون دین ما فقط همین میبینیم در اختیار یک نفر افتاده است که یک نفران افتاده است که تماما بگیم که روح خودش را گم کرده است. بله جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر عزیز. ان شاء الله در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. خاطر از شما برادران عزیز خوب شما آقای انصاری از شما تقاضای ما این است که یک برنامه را در رابطه برای رفع بدعت و خرافات تاجیکستان تشکیل کنید تا اینکه برادران ما مشکلات خود را شما در این رابطه حل کنند.
چشم، حتما ان شاء الله. تشکر از شما. تشکر. جزاکم الله خیر. بله، یک لحظه بیننده بعدی رو خط باشن. من فقط یک مطلب رو در اینجا در تایید صحبت‌های برادر عزیزمون بیان بکنم. میگن از یک سلطان ظالمی، از یک دیکتاتوری، از یک رحمانوفی پرسیدن که چه میخوری؟ گفت گوشت ملت. گفتن چه می نوشی؟ گفت خون ملت. گفتند چه می پوشی؟ گفت پوست ملت. گفتند اینها را از کجا می آوری؟ گفت از جهل ملت. گفتند چگونه این جهل را نگهداری می کنی؟ گفت در جعبه طلایی به نام مقدسات. گفتند از این جعبه چگونه محافظت می کنی؟ گفت به وسیله خرافات. در هر جامعه‌ای که خرافات و بدعت‌ها شیوع پیدا بکنه، ظالمین و مستبدین و دیکتاتورها در این جامعه حاکم میشن و به وسیله همین خرافاتی که ملت بهش اعتقاد داره اینها رو چیکار میکنن؟ در اسارت و بردگی خودشون میکشانن. اگر ملت بیدار باشه، همین قرآن برای زنده کردن انسانهای دلمرده فرستاده شد. قرآن برای این فرستاده شد که انسانها رو زنده بکنه از زندگی جهالت، از زندگی که قرآن به اون به زندگی مرده ها خطاب میکنه، به زندگی سرشار از حرکت، ایمان، تقوا، جهاد و مبارزه مبدل بکنه. چون این ظالم ها متوجه این مطلب شدن، امروز در جوامع ما شما از قرآن کتابی ساختن که فقط به درد مرده ها میخوره. موقعی کسی که مرد، قرآن رو که در 7 پوش، خاصتا در تاجیکستان هر پوشش هم یک رنگ، یکیش سبز، یکیش سرخ، یکیش زرد، میپیچانند. بعد این رو وقتی کسی مرد در میارن، یالا شروع کنید ختم قرآن. یا میبرن سر قبرستان ها میخوانن، یا کسی که ازدواج میکنه عروس و داماد تعزیرش رد میکنن. این قرآن برای این چیزها فرستاده نشده. این قرآن برای این فرستاده شده که ما رو زنده بکنه، از تک تک ما مسلمان ها انسان های مجاهد بسازه که با ظلم، با هوای نفس، با طاغوت مبارزه میکنه. امروز به خاطری که خطر قرآن رو احساس کردن، این قرآن رو در کجاها پنهان کردن؟ در بالای تاقچه ها. وقتی کسی مرد، قرآن رو بیارید برای مرده بخوانید، در حالی که این قرآن باید برای زنده خوانده بشه تا این زنده بیدار بشه. بیننده بعدی احمد جان. بله، سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، صدای ما رو میشنوید؟ بله، سلام علیکم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. برادر انصاری شما هستید؟ من هستم، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. علیکم السلام و رحمت الله بار دیگر. حیاکم الله. خیلی خوشحالم پیوست شدن با شما انشاءالله برادر انصاری. اجازت فرمایید با اجازه شما یک چند سخنی میخواستم مورد مردم مظلومین تاجیکستان شروع کنم انشاءالله. بفرمایید با اختصار، چون بینندگان زیادی پشت خط هستن. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چنانکه در برنامه پیشین بحث بین شیعه و بین شیعه گرایی و بین سنی و بین مسلمان ها همچون یک برنامه گذاری است طریق شبکه شما بود. من یک چیز را مشاهده کردم در این حکومت ظالمین تاجیکستان که این تحت یک تعجب آور است، چون که این حکومت امروزه به تمام دین ها کافر شده است. و الله که من قسم میخورم اینها نه پیروی شیعیان، نه پیروی سنت سنیان، نه پیروی بت پرستایان، نه پیروی نصارایان، بر همه دین ها اینها کافر شدگی هم.
چون که برادر عزیز ببینید که اگر که بحث یا که صحبت یا که طرفداری از جانب ایران شود، در حال خود را در پیش پای ایرانی ها می پرتاید و اون حق و قانون هایی که از شیعه ها و رافضی ها هست اینها به خود می گیرند و یک چند نمایش نشان می دهند تا اینکه از اونها مبلغی بیرویانند. درست. و اگر پیش اروپایی ها روند این مسئله که حاضی سطر برکنار کردن و پارجامه کوتاه پوشیدن، این هم یک رسمیه نشان می‌دهند که ما خودمان با شما برابر کرده ایستاده ایم و از اونها مبلغی میرویانند. و اگر پیش چینیان و هندوان روند خود را بتپرست و خود را گوپرست میگیرند. الله المستعان. الله المستعان. ببینید که تمام دین‌های باطل شده اونها هم با خدای یکتا رابطه میگیرن، چه نصارا باشد چه یهودیه باشد. همطور هست دوستی عزیز؟ درست کاملا. تا حتی بتپرستا و گوپرستا هم اینا یک وسیله میگیرن که ما با خدای خود وسیله کنیم، اما اینها تمام دین‌ها را پایمال کردن. نه تنها جبر الظلم بر بالای مظلومین مسلمان تاجیکستان است، بر تمام انسان هاست، بر تمام سکوت کنندگان ساکت کنندگان تاجیکستان است. چون که شعر و شاعریه که بر خدای عالمیان که بازار کافر در نشریه خودش در اجازیات خودش که خدای ما را پروردگار ما را و یک چیز ناچیز برآورد کرد، این تحقیر میکند تمام دینها را، تمام دینهای باطل شده را. الحمدلله که با این تحقیراتشان اینها مسلمان اگر که پایمال کنند دین اسلام را پایمال کرده نمیتونند انشاءالله. تشکر. امروزها در داخلی جمهوری تاجیکستان فسق و فسادی، جرم و ظلم و ستم به درجه اعلا برآمدگی است. رحم و شفقت در یگان کارکنای حاکم داخلی یا اینکه حاکمای وظیفه‌دار نیست. به چه خاطر نیست؟ چون که همه این وظیفه ها، همه این کرسی نشین ها، این کرسی های خود را با مبلغی وزبین، با مبلغ پول های کلان خریده شده است. بله. از همه ضعیفترین پسترین وظیفه که یکم جماعت یا اینکه یکم کارخانه اندک باشد اگر 100,000 و 200,000 دلار را تشکیل می‌دهد. پس این پول ها را اون وظیفه خرید و شبگی ها از کجا بیرویانند؟ آنها مجبورند، آنها گویا که وظیفه دارند که از مردم مظلومین بیرویانند. این سترکتوری که این حاضر حکومتی حاضره پیش کردگی فقط چکار میکند؟ سری ماه یا که سری سال میشد از تمام کارکنایی که نظراتچی ها باشد و کارکنایی که در اینها حاکمیت که اطاعت کننده باشد مبلغ معین شده خود را آورده میسپرند. این مبلغ از مردم مظلومین جمع کرده می شود. فرق نیست این کمونیست باشد و اون شیعه باشد و اون سنی باشد و اون مسلمان باشد. این خاطر این یک مصیبت خیلی وزین است. در طول 23 سال اگر که 200,000 یا 300,000 مهاجر از افغانستان که برگرداندند، در طول 23 سال 2.5 میلیون مهاجر کردند. درست. 2.5 میلیون مهاجری که ما را از پدر و مادر جدا کردند، از دین بیگانه کردند، از زن و فرزند جدا کردند. از پدر و مادر مهربان خود که پدر و مادری هر یک پدر و مادری ما با امید پرورش کردند، با امید تربیت کردند که روزی دمی پیری شد
در دم آخرت از این فرزند ما یک فیض گیریم، از این فرزند ما یک امید گیریم. امروز ها پدر و مادری ما از دنیا میگذرد، ما تا حتی بالای جنازه پدر و مادر خود شرکت کردن نمیتوانیم. الله المستعان. الله المستعان. با وجود این پدر و مادرهای ما گریه و نالان، وقتی که زنگ میزنیم گریه و نالان که فرزندان ما خوبیم، شما خوب باشین، اما از خویشاوندان خود میفهمیم که وضعیت پدر و مادر ما در چه حالت قرار دارن، تا حتی پول ندارن که به بیمارخانه روند یا که داروی برای خود مشکلات کنن. و پدر و مادرهای ما، نزدیکان ما، زن و فرزندهای ما، بیچاره‌ها که میبینن این همه شب و روزهایی که احوال مردم مهاجر در روسیه به درجه تنگ آمدگی، به درجه وزنین آمدگی است. مهاجر آمد پس $1000 قرضدار میشد. به حاضر حساب کنیم اگر $1000 قرض کرده میبیاد و اون زن و فرزند و پدر و مادر با امید میدوند که همیشه قرضش دیگه فرزند تلفن کردنی که زنگ زده به پدر و مادر میفهماند که کار نیست و یا از گرسنه هم یا کسلن یا بیمارن، شرم دارم که با فرزندشون یا که با شوهرشون باز یک فشار بیارم. این فشارها یک طرف با یک فشار بیارن که با ما مبلغ در کار. حالی وزبینی مظلومین تاجیکستان روز تا روز وزبین شده است، اما مردم یک ترس را در دل خود جا کردگن، چون که این ترس از کجا؟ این سترکتوری که باز گفتن تشکیل کردگن در هر یک خاندان، در هر یک محله یک پول ناچیز فرزند میتید. ما امروز ها فرزندها ما را ترک کرده آمدیم، برادرهای خوردی ما را ترک کرده آمدیم و یا که باید یک مبلغ یا با یک جای کاری که یا با چی کار میکنند حکومتی ها، دولتی ها این فرزندها را، این بچه هایی که حاضر به دانشگاه رفتنشون در کار، علم و تربیه خوندنشون در کار، چی کار میکنن؟ دعوت میکنن تا اینکه با اونها همشریک کار کنن. اینه که برادرش اومده فروشد، همسایه‌اش برده فروشد. به همین خاطر مردم حاضر میترسد که گپ حق برآورده بر بالای همسایه‌اش یا که بر بالای رفیقش درزنند. بله برادر عزیز، برادر عزیز، بیننده گرامی، الان سوال اینجاست، آیا آزادی رو، عزت رو و شرف رو کسی برای شما دو دسته میاد پشت در خانه شما در میزنه میگه بفرمایید، یا نه باید در راستای رسیدن به آزادی، به حقوق باید مبارزه کرد، باید تلاش کرد؟ تا کی باید ملت تاجیکستان منتظر بمانند که کسی از آسمان برای اونها آزادی رو بفرسته؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بله ان شاء الله این مردم مظلومین تاجیکستان طول 22-23 سال صدای هم هست؟ بله صداتون هست، بفرمایید. طول 22-23 سال اخیر این مردم در یک خوابی بودند، یک خوابی که خود را به خواب انداخته بودند، اما الحمدلله با بشارت بعضا برادرها، با بشارت شبکه‌های شما، با بشارت مهاجرتی که مردم بیزار شدن از این مهاجرتی، مردم صبرشان لبریز شد، صدا بلند کردن و روزهای اول پدر و مادرهای ما سیدی ما بودند. الحمدلله که امروز پدر و مادرهای ما، برادرهای ما از ما تشکری میکنند، از ما خرسندی میکنند که شما حق را آشکار کرده ایستاده، حق را گفته ایستاده. الحمدلله. ان شاء الله. تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوار، الله متعال حفظتان کنه و امیدواریم که در نزدیکی ملت تاجیک رو یک ملت آزاد سربلند ببینیم. آخر گفتنی دارم، اگر یک دقیقه بفرمایید. بفرمایید. گفتنی دارم که با مولا امام و مولا خطیب های تاجیکستان، اون کسانی که منبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را برای نفس دنیای خود قرار دادی،
برای یک مبلغ ناچیزه که از کفار مرتدین حرام گرفته زندگی خود را پیش برده ایستاده، این آیه های قرآن را پسی سر کرده، روز قیامت در نزد الله تعالی جواب خواهد داد. خداوند خود در قرآن گفت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق کردم، خلق گردانیدم از مخلوقی جن و انس، انسان که فقط مرا عبادت کنند نه غیر مرا. شما این روز طرفداری از طاغوت از مخلوق کرده ایستاده، روز قیامت بگیرید با اون امام خطیبا، اون دامنها، اون سید مکرمی که مفتی تاجیکستان است، تو که دعوای مسلمانی میکنی، تو که دعوای علم و دین میکنی، تو که آبروت از این دین اسلام دیده ایستاده، چرا که بر ضد بازاری کافر یک سخنی نگفتی؟ خداوند خود در قرآن گفت واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. خداوند گفت ما به سلیمان، حضرت سلیمان علیه السلام چنان دولت دادیم، چنان سلطنت دادیم، چنان قدرت دادیم، تمام جن و شیاطین ها در اختیار بود، اما کفر نورزید، اما سحر نورزید. چرا که این بازار کافری ملعون برآمد، پیغمبرای الهی را همش سحر انگیز گفت، تو سخنی بر ضد این نگفتی؟ چرا که تو از یک طاغوت اطاعت میکنی اما خالق خود فراموش کردی؟ تشکر میکنم برادر عزیز و بزرگوار. بیننده عزیز تشکر از تماستون. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به شما توفیق مزید نصیب بکنه. تشکر از شما. ان شاء الله در امان الله باشید. زنده باشید. تشکر از شما. من خواهش میکنم از بینندگان عزیز موقعی که تماس میگیرن سعی کنن که احساسات خودشون رو کنترل بکنن و در مورد قضایای تکفیر و این مسائل احتیاط شرط است و ما نمیتونیم که بدون دلیل و بدون مدرک تکفیر بکنیم و اطلاق این کلمه اکسری شروطی رو میطلبه که باید از طرف علما و بزرگان دین باشه. اما در مورد علما بیشترین مسئولیت رو در جامعه علما دارن، چون مردم به طرف شما نگاه میکنن. ما در قرآن کریم در مورد کفار، مشرکین، منافقین مثال ها زده شده، اما هیچ منافقی رو، هیچ کافری رو به الاغ، به مرکب یا به خر تشبیه نکردن، الا کسانی رو که علم دارن و به علمشون عمل نمی کنن. علم دارن و از علمشون در راستای اهداف ظالمین و دیکتاتورها و مستبدین استفاده میکنن، مثل علمای بنی اسرائیل. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به اینا مثل میزنه، مثل خر، الاغ، میگه که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآیات الله والله لا يهدي القوم الظالمین. حال کسانی که علم تورات را داشتن با خودشون حمل میکردن، عالم به تورات بودن در قوم بنی اسرائیل و خلاف آن را عمل میکردن، در مثل مانند الاغی است، مانند خری است که بار کتابها را بر پشت او قرار بدهند و از آن هیچ نفهمد و استفاده نکند. کسانی که امروز به نام عالم در خدمت ظالمین هستند و الله سبحانه و تعالی اونها را بر حذر داشته که با ظالمین ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، با ظالمین یک جا نشوید، از ظالمین دفاع نکنید، آلت دست ظالمین قرار نگیرید، اما اینا از این علمشون و از این عبا و قبایشون در راستای اهداف ظالمین استفاده میکنن. الله سبحانه و تعالی میگه مثل اینها مثل خر است، والله لا یهدی القوم الظالمین، و الله سبحانه و تعالی گروه ظالمین رو، ستمگاران رو هدایت نمیکنه. و همچنین در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی دوستان این رو نشون بدید، این در سوره حشر آیه 22 الله سبحانه و تعالی میفرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. میگه تو نمیابی قومی را که ایمان دارند به الله و به روز آخرت
دوستی بکنن، همکاری بکنن، همیاری بکنن با کسانی که با الله و رسولش دشمن هستن. حتی اگر که این اشخاص کیا باشن؟ پدرانتان باشن، فرزندانتان باشن، برادرانتان باشن، از قوم و قبیله شما باشن. این انسانهایی که این گونه اعتقاد را داشته باشند، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسانی هستند که در قلب‌ها اینا ایمان نوشته شده، مؤمنین واقعی اینها هستند. و ایدهم بروح منه، و الله سبحانه و تعالی تایید میکنه از طرف خودش اینها را. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، اینها را در جنت‌هایی داخل میکنن که از زیر آنها نهرها جاری است. خالدین فیها، در آنجا جاویدان خواهند بود. رضی الله عنهم و رضوا عنه، آنها از الله راضی هستند و الله هم از آنها راضی است. اولئک حزب الله، اینها حزب الله هستند. الا ان حزب الله هم المفلحون، بدانید که یقینا حزب الله رستگار و مفلح هستند. پس نباید به خاطر اینکه این آقا فلان منصب دارد، رئیس جمهور است، بزرگ است، تاجیک است، قوم است، فلان هست، این است، ما در ظلم و ستم آنها با آنها همکاری بکنیم. تماس بعدی رو احمد جان اگر وصل کنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این بر سال حق به سال حق، بفرمایید. بنده صالح هستم از وحدت معتمد. صالح برادر گرامی، بفرمایید. از خداوند امیدوارم که خداوند شما رو در پای خیز خودش نگهبان میکنه. آمین. سلامت باشید. بفرمایید برادر عزیز. موضوع رو خیلی اینترنت منتظر و کانال تماشا کردیم، خصوص موضوع رو نفهمیدیم. آنطور بله، موضوع در مورد فرار اجباری جوانان تاجیک به خارج از تاجیکستان و مشکلاتی که مهاجرین تاجیکستان در خارج از کشور دارند و ضررهایی که هجرت این جوانان به کشور و ملت تاجیکستان میرسانه. خب تماس این عزیزمون قطع شد. بیننده بعدی، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حمید، بفرمایید برادر عزیز. بله بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. یک چیز میخواهم قید بکنم. بفرمایید. من از شهر کلوب زنگ میزنم. بله. همین کارکنای اداره دولتی همین حاضر هم خاموش نایستادین، حالی هم خاموش نیستن، برای که برای اگه کار میره در اداره میدروی دور یا سطردار رو هم خون بعد میبینن، همچنان بعد میبینن که همین روز مرا ایا اداره دولتی روز دیگه پیش کردن که یه جای رشده‌داران است، برو اینجا، ببر اینجا، ما کاری ترا بود نمیکنیم. بله، شما فرمودید که از منطقه خوجند هستید، درسته؟ نه، کلوب. درست. بعد میگه ببرو اینجا، برو جای رشده‌داران است. ما گفتم که کنستیتوسیون سرخانه دولتی جمهوری تاجیکستان با بیدمو در 26 با بیدمو در 28 همه دلالت میکنن که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان حق دارن. انا و نه کنستیتوسیون قبول، حتی کنستیتوسیون خودشون روایت نمیکنن. ما گفتم ما کنستیتوسیون سرخانه دولتی جمهوری تاجیکستان داریم، اقلا شما همین کنستیتوسیون سرخانه دولتی جمهوری تاجیکستان روایت بکنید. ریشدارا حتی در مجلس ها شنیدم که مجلس هایی که در رایون و در همین شهران رئیس های نهیان میگذرانند، در همون مجلس هایشان میگفتن که یکی ریشدارا، یکی سطردارا، حتی ورچو نه طبیبا را امر میکردن که همین ریشدارا و سطردارا مهاجرت نکنید. به این درجه آمدگی رسیدگی حاضر در همین رایون ما، در همین شهر کلوب. الله المستعان. یعنی حتی کسی که بیمار باشه و حجاب داشته باشه در بیمارستان ها اینا رو علاج نمی کنن به خاطر اینکه حجاب داره.
بله یکی ریشدار یکی سطردار. برای چی؟ من نمیدونم کنیسه سرخوان دولتی جمهوری تاجیکستان این اجازت میده، انا یا خودشون این نه قانون نه قاعده. همین مقصد همیه که ما با کنستیتوسیا کافریم. کمی سطردار ریشدار با کنستیتوسیا کافره. با همون میگه که الحمدلله ما مسلمانیم. ما هم الحمدلله مسلمانیم. ما هم 5 وقت نماز میخونیم. ما هم مثال خیلی الله المستعان. لیکن با الحمدلله مسلمان میگه و با ما را مثال بدبینی میکنم. نه ما خودم همه روز شخصا همه روز ما را اداره دولتی پیش کردن که تو برا ایجاد جای تنیس کل ترما بود نمیکنیم. ما درباره امضا رفته بودم. درست. تشکر از شما برادر عزیز. امضا نگذاشتن که مقصد تو ریش داری تیتری. درست. تشکر صالح جان برادر عزیز بزرگوار. الله متعال شما را حفظ کنه. الله مهربان شما را خیر بده. نگهبانتان باشه. در حق ما دعاگو باشین. ان شاء الله ما در حق شما دعاگویم. زنده باشید. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. در حق ما دعاگو باشین. التماس. خدا نگهدار شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ استاد بزرگوار محمد انصاری، من از تاجیکستان. از تاجیکستان بفرمایید. استاد درباره تاجیکستان گفت دینم گفت زدین، در باره نماز خیلی بیشتر خوب گفت زدین. در تاجیکستان همین چیزهای مولاهای بدعتی خیلی زیاد هستند. حتی در مسجدها اکثر مولاها چرا بدون به تجوید میخونن، خیلی تیز میخونن نمازها رو. حتی از نماز خوانده فرض رو در 2 دقیقه میخونن اکثر مسجد. از دعا رو 10 دقیقه دعا میکنن، بسیار دعا میکنن. درست. برادر عزیز وظیفه کمیته دین تاجیکستان چی است؟ آیا اینها نباید که شؤونات این مساجد را تنظیم بکنند و انسانهایی را که اهل امامت باشند در مسجد بگمارند؟ اینها وظیفه دارند ولی وظیفه شما اجرا نمیکنند. در پشت امام ها بسیار با جوانهای با تجوید بخواندگی، جوانهایی که قرآن را درست میخونن، اینها را نمیگذارن ملا، حتی که به خاطری که چی شرفش از بین میرود به همین خاطر ها. الله المستعان. الله المستعان. تشکر از شما برادر عزیز. بفرمایید. یادی مسئله. و دیگر در تاجیکستان ما مثلا قرآن را حتی روحانی قرآن را خواندن اجازه نیست. الله المستعان. حتی روحانی قرآن که قرآن کتاب ما را ما کسی که مسلمان میگوید حتی هر یک انسان باید قرآن رو خونده بتواند. روحانی عقل روحانی قرآن. در تاجیکستان حتی روحانی قرآن رو خواندنش اجازه نمیدن. در مکتب ها در همه جاها همه درس‌های دیگر فنها هست، قرآن نیست. اجازه نمیدن که کسی در دیگر جا اجازه ده. حتی عقلا در مکتب ها اجازه دهند که مردم همین گودک ها رو روحانی قرآن اقلا در مکتب ها قانونی در زیان اقلا درست اینها را اجازه نمیدهند از موندن. و دیگر استاد جوانهایی که میگویند که باید دخترها چیزی ملی خودشون رو بشن تا 17 ساله دخترهای تاجیک مکتب میخونن. دخترها را امروز میبینیم اکثر دخترها در شهرها سر نوچ هستند. در قشلاق هم اکثرش بعضیش روی مال دارن، روی مال که نیست سرش میتاد، دیگر جاهاشان بسیارش سر نوچ هست، بعضی بعضیش روی مال دارن نیست سرش میتوان. و کرتاهایی دارن که من کرتای سفیدی که مردم میپوشن تنگ است، حتی تحتشان معلوم میشن. بعضی یک شرمندگی است، نه دنگسی است که مردم پیشگیری اینها رو نمیکنن. مسلمان هستن، مسیح هستن، بعضی دختر آنها هستن، نبیره آنها هستن، اینها رو پیشگیری نمیکنن. اینها مثال دردهای تاج مسلمان هست. من میترسم که اگر همین هستن که ما در ازبکستان در روسیه مهاجرت بودیم، برادرای ازبکستان ها رو میپرسیدیم شما نماز میخوانید؟ نه میگفتن. زنها با زنها تا نکاح میکنه، میگفتن که نه نکاح چه ما نمیدونیم.
ما میترسیم که اگر همین که رفتن گرفت بعد چند سال در همین اگر هیچ کس دستگیری نکند بعد چندین سال ها ممکن مثل ازبکستان جای تایستان همون که شود که دخترها کلان سریلوچ و مثل اروپا همون خیلی بشود نکاح ای بین و رنگی مثلا چیزا باید شود همه خیلی شود اگر هیچ که دستگیری نکنند. انشاءالله امیدوار هستیم که در تاجیکستان این روز نیاد و الله سبحانه و تعالی زودتر بساط این ظالمین رو برچیند از این کشور. تشکر از شما. و یک چیز دیگر اصول گفتنی هستم که اینهایی که مثلا ریش و دیگر چیزها رو من میکنن مثلا ریش مثلا سطر امر الله است. کسی که سطر رو من میکند یا که بد میبیند گویا خدا رو آزار دیده شده است. خدا رو آزار داده شده است و کسی که مثلا ریش رو یا که مسجد رو من میکنند این هم خدا هم پیامبر صلی الله علیه و سلم رو آزار میدهند. و خدا در سوره احزاب میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهینا. کسی خدا و پیامبر در دنیا آزار میدهند برای آنها در دنیا در آخرت لعنت خدا بر آنها بود و عذاب مهین بر آنها بود. از این عذاب ما نمیترسم. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. خدا شما رو در حفظ خودش نگه بداره. در تاریخان بسیار بدعت خرافات ها در درجه رسیدگی حتی ملاهایی که اکثر ملاهای ربانی خیلی کم هستند ملاهایی که در خارج خوانده آمدن آنها میتوانستن بدعت ها رو و این چیزها رو از بین ببرن حتی آنها رو دستگیری نکردن اون بیچاره بعضی هاشون از شهر رو ترک کردن و بعضی هاشون محکم کردن خلاصه و این مولایی که هستن اونها اونقدر خواندگی هم نیستن اینا فقط بدعت رو دستگیری میکنن و بعضی هاشون از بخاطر از روی جهل و بعضی هاشون از روی با نفس خودشان از روی بدعت ها چی در همه کارها حتی در نماز حتی در صدقات در همه چیزها این بدعت در درجه علا رسیدگی است در همه درجه. درست. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دومولو میباشید انصاری حزباندم. بفرمایید کمی بلندتر صحبت کنید و دوستان صدا رو تقویت بکنن در استودیو. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید. انصاری شما درست خوبید؟ زنده باشید. بفرمایید از فرصت استفاده کنید حرفای شما رو میشنویم. بفرمایید. ما از صلاح الدین از شهر دوشنبه زنگ میزنیم. بفرمایید صلاح الدین برادر عزیز. اویدی همون باردارو که پیشتر گفتن مسئله ریش مسئله سطر بسیار واضح شده در شهر دوشنبه. بله. یعنی قانون سخت‌تر شده؟ روز دیگر خدا با شکر که شما هستید برای شما شده حدی کمتر همین ریش آدمایی که ریش دارن قبیدن اونها آدمای از سطر گرفت از سرشون کمتر شده. الحمدلله الحمدلله کمتر شده. الحمدلله الحمدلله کمتر شده. اما بگم که مسجد محکم کنی حالی هم هست. امیدواریم که حکومت تاجیکستان سر عقل بیاد و همه این قوانین ظالمانه رو برداره از کشور. انشالله حاضرین مسجدی مثلا مایدایی که در همین شهر دوشنبه است همشون محکم کردن. درست. فقط مسجدهای کلان مونده است اما با این مسجد دیگر یک چند کیلومتر است خیلی با ماشین میریم میبینیم مزورش. به خدا با شکر. درست. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. الله مطالب ستون کنه. بله سلام علیکم. بیننده بعدی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی بفرمایید. از برادر تاجیکستان بنان برکت الله تاجیکستان. رحمت الله برادر عزیز بفرمایید. استاد سلامتی خوبه؟ اولاد خوبه؟ سلامت باشید. شما خوبید؟
الحمدلله شکر الله. زنده باشید. بفرمایید. میخوام اول از شما انشاءالله تشکر کنم از این برنامه‌های خوبتون. تشکر از شما. ملت تاجیکستان رو بیدار کرده و مسائل دینی و عقیده اون آگاهی داده و برای نیز شما سمیت برای ما مردم تاجیکستان که این آیت قرآن خواندنی هستن ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. الله اکبر. الله میگه غافل نباشن، گمان نکنن اونهایی که غافلن از آن الله غافل است از آن چیزی که ظالمان انجام میدن. انا این ظلم یک روز انشالله پایان دارد و مظلومیت انشالله پایان دارد. مظلومیت هم ظلم اینها هم یک روز از بین میرود و اون مظلوم ها هم انشالله از این ظلم خلاص میوان. اما چیزی که اصول عزیز میخوام اشاره کنم، ما اشاره کرده به کمیته دین و حکومت تاجیکستان. شما میدانید که در تاجیکستان که مقدار مردم 8 میلیون نفر باشند، در بین 8 میلیون اهالی یک مدرسه دینی بگن به نام مدرسه دینی امام اعظم هست که به نام دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم است. درست. جالب که این مکتب و این دانشکده و این مدرسه باید از مقدسات دین مبین اسلام که چون که برنامه خود گذاشته اسلام را باید از اینها دفاع میکرد. اما متاسفانه بجای اینکه باید دفاع کند، در همین مدرسه در همین دانشکده شخصانی بگن بدین، شخصانی که عموما از دین مبین اسلام بنا نظرن یا به مقدسات دین مبین اسلام ضربه میزنن و بد میکنن مقدسات دینی را. از جمله حجاب یکی از فرضهای الله را در اینجا زیر سوال میذارن. دوم، از همه درباره ما مهمترین پیامبران است که در قرآن اشاره شده است که معصومند. پیغمبران را در این دانشکده توهین کرد و نیز به مادر مؤمنان حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. میخواهم یک چیزی بحث دقیق بگویم که در ماهی گذشته همین ماه چند هفته پیش اونهایی که 4 ساله از این دانشکده اسلامی 4 ساله است، اونهایی که میخواستن مدرسه را تمام کنن اونها امتحانی دارن بنای امتحانی گاس میگوین، اما که امتحان دولتی نهایی که بعد از آن دیپلم هاشون و بعد از اونها میگه. درست. یکی از کسانی که سابق کمیته دین رئیس کمیته دین سید احمدوف بود، همچون رئیس این امتحان شرکت کرد که در اینجا علمای زیاد بیرون از بیرون استادای دانشکده شرکت داشتن. از طلبه ها سوال میکرد. از یکی از وقتی که پیش از این که آغاز محفل فرشهای آغاز امتحان سر شود، خواهرای سطرپوش حجابدار در اونجا شرکت داشتن. الو گوش کردین؟ بله بفرمایید. خلاصه که این چیز عمیق و دقیق است. وقتی که من خودم یکی از شاهدان خود همونجا هستم که مثال تحصیل کننده همونجا فارغ التحصیل که همین سالها شد. یکی از سوالهایی که شد اون سید احمد با خواهرایی که سطر داشتن حجاب داشتن گفت که شما از این تالار بیرون شد. برای چی؟ برای اینکه طلبات قانون تاجیکستان برای ما معین کرده یکی باید این گونه سر و لباس برای ما قانون وضع کرده باید به قانون تاجیکستان عمل شود. چون اون قانون مخالف اسلام مخالف چی باشه نباشه، خلاصه باید به طلبات قانون رعایت شود. خواهران مسلمان سطرپوش ما را از تالار امتحان بیرون کرد. همین سال. الله المستعان. الله المستعان. این یک مسئله دوم استاد، مسئله پیامبران. یکی از طلبه هایی که در اونجا شرکت داشت، یکی از طلبه داشت از این شد بخشش یک قسم در اینجا یکی از جمله ها به نام مقصود اسماعیل معروف هست که نشسته رو در کنار او 3 بار از او سوال کرد. اکای جمله این گفت راست نیست، اکای جمله گفت راست نیست، گفت راست نیست. مقصود اسماعیل خلاصه آمد که گفت حضرت گفت شما راست است. یعنی گفت یعنی سید احمد به خاطر سطر برای بیرون کردن اون زنهایی که سطر داشتن خواهران ما
برای اون را تایید کرد. مسئله دوم مسئله یکی از سوالهایی که کرد مسئله حضرت لوط بود. سوال یک طلبه میخواد که نه حضرت لوط را جواب بده که حضرت لوط تاریخ این خلق داشت، پیغمبر بود فلان فلان. پس از اینکه این آغاز کرد سید احمد گشتی میدونید حضرت لوط چیکار کرد؟ گفت چیکار کرد؟ گفت زنهاش شراب داد و دخترهای خودش شراب داد و اونها را مست کرد و با اونها زنا کرد. نعوذ بالله. الله المستعان. این چیزی است که حقیقت داره. شخصیان همه در اونجا شاهد دارن، حتی استادای خیلی دانشکده در اونجا شاهد دارن. و یکی از استادها شاید هم صلاح نیست بگیرم، یکی از استادها الحمدلله دفاع کرد گفت مقصد رئیس رحمت الله پیغمبران معصوم از گناه رحمت الله پیغمبران گناه نمیکنن. برادر عزیز در حق پیغمبران میزنی؟ بله برادر عزیز برادر عزیز شما متأکد هستید که این شخص مسلمان است؟ من در مسلمان بودن او در کافر بودن هیچ شک نیستم، اما بیرم برای این نسبت که بعضی هستن که در همونجا از اونها باید دفاع کنن، باید رئیس دانشکده رئیس علمای همونجا باید سرچشمه همه دین از همونجا میبره با اونها دفاع کنن. اما برای مسلمان و نامسلمان بودن اون معلومه که به این گپش این کافر شده است. برادر عزیز شما از رئیس این دانشکده چه توقعی دارید که 9 سال در ایران درس خوانده باشه در پیش آخوندهایی که نه دین دارن، هم دین مردم را خراب کردن، هم دنیای مردم را خراب کردن؟ شما تصور میکنید که ایشون بیاد دفاع بکنه از پیامبران الهی؟ ما استاد عزیز سبب تلفن کردن ما همین بود که ما دیلمون به همین دانشکده نسبت که متاسفانه همه خیلی شد امروز بعد از همین شخصیت ها رسید که امروز باید بجایی که از چیزای اسلامی دفاع کنند، بجای از پیامبران دفاع کنند، در جلوی چشمش با پیامبر با حجاب با زن پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین نشد و سکوت اختیار کردن. این معلومه که اون یک تربیت یافته ایران او پروا دین نداره، پروا ناموس نداره و اون این معلومه. اما من برای پیام برای بعضی از دیگر از استادها هستن که نباید راه بدن برای این مسئله و این در اینجا زیادی از طلبه ها هم متاسفانه والله باید گریه کردن. این چه طلبه‌ای که کورس نمیخونن این مصیبت رو فهمیدم. باید علما، باید مفتی، باید علم رئیس دانشکده وقتی که میبره نمایندگی از مفتی تاجیکستان گردن باید این چیزا رو هم ببینن. وقتی که رئیس تاجیدین وقتی رئیس چیش دانشکده اسلامی شد مفتی برای تبریک کرد در یک جمعه شخصی ما قطعی همکاری میکنیم. چرا این چیزا رو خبر نمیکنم؟ رئیسی نمیخیلی در دانشکده نمیخیلی کفریات شده سر و حضرت لوط توهین نشد و سطر اسلام توهین نشد چه ایشی دارن گمون شد. الله یک چیزی از چیزهایی که سیمون چیزی که قرد میکنم بکنم، یکی از سوالهایی که در اونجا شد از طلبه ها یک حدیث بود. خلاصه حدیث این بود که وقتی طلبه شروع کرد به جواب دادن حدیث با متن عربیش نیومد که از مادرمون خدیجه رضی الله تعالی عنها از پیامبر اون چون روایت کرد. بعد سید احمد گفت که مگر خدیجه کبرا نعوذ بالله، من نمیخوام این دیگه با زبان بیارم، خدیجه کبرا مگر همسر زن پدرته که او را مادر مؤمنان میگی؟ الله المستعان. این چیز حقیقت داره اصول. این چیز درد زفتگی این مدت یک ماه هم اول نشده این از زفتگی باشد. اما ما حدیثم کجا که مفتی ها دن میدن افراطی و نمیدن سلطی و دن ایره بگیرن دن ایره بگیرن در داخل مرکز اسلام توهین به زن پیامبر صلی الله علیه و سلم شد. توهین به یکی از پیامبران که حضرت لوط هست که اونها معصومی از گناه هستند توهین نشد. توهین به بزرگترین مقدسات که حجاب است. اون ما دانشکده اسلامی از دیگر دانشکده ها چه فرق دارد؟ در حجاب فرق دارد، در ریش فرق دارد. متاسفانه همین چند روز کش دیگر هم همین قضیه شدگی بود که اما معاون رئیس در امور تربیت در درازه همون دانشکده ایستاده کیف های مردم هم میگیرن عیدت سش نگه برای ریش بتروش بعد یه دانشکده رو این حالی که دانشکده که از اینجا اسلامی ما توضیح میشد، از اینجا نور باید برای، از اینجا باید قرآن برای، از اینجا باید سنت برای
متاسفانه این داره که جای تاسف و جای درد است و جای علم است. الله المستعان. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. تشکر از شما. آخرم تشکر کنم از شما. باید پیام میخوام بتیم استاد انصاری. بفرمایید. پیام این که در تاجیکستان ما همونهای خواهرایی که به سطرن به حجابن. الو. بله بفرمایید. به سطری را جهان نگاه کردن برای به سطر پوشی. امریکا به حجابی امریکا را دیدن، به حجابی روسیه را دیدن، بدترین به حجابی دیدن در اروپا. از همه در کوتاه‌تر، از همه در به حجابی، از همه در فشرده‌تر و از همه در تنک‌تر. و همون خواهرای تاجیکی که به حجابی را اختیار کردن، به سطری را اختیار کردن، از همونا گرفتن. این تقلید بیگانه و کرکرانه نیست، نبوده. اون خواهر مسلمانی که سطرش این هم فرضی الله است و همچنین این یک پوشش نیاگان ما، این بیگانه پرستی بوده و این بیگانه پرستی بوده. اون چیزی که اروپا که در 10 سال پیش ما شاهد این چیز نبودیم که زنهای ما چیزی تنگ پیشن و کلته پیشن که تازانوشان نیمی چاشان برخ نشود و همچنین تونیک پیشن که بدنهاشون پیدا شد. این بیگانه پرستی نبوده. یک خواهر مسلمانی که باید یک سطر کند و 10 سال پیش نیاگانش انجام بیده عمل شد و نمیدونیم بیگانه پرستی و نمیدونیم عرب پرستی و فلان میگم. الله المستعان. تشکر رحمت الله جان برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از تماس شما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله تماس بعدی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر انصاری صدای ما رو دارین؟ بله بفرمایید. صدای شما مثل توپ. برادر انصاری انشاءالله که دعا میکنیم از پروردگار عزوجل تا اینکه این مردم مظلوم و این مردم که 23 سال خواب بودن بیدار شوند. آمین. و ما تشکری میکنیم از شما که امروز دارین ما را در همین راه دست ما را میگیرین و بهتر از او بین موسایی که نشستن و در خانه های خود تلویزیون تماشا میکنن و ساکت هستند و یک برادری ما تو انصاری که در حقیقی انصاری هستی در بری ما وایستاد شدی. الحمدلله. این لطف الله سبحانه و تعالی است. و من میخوام برای مردم تاجیکستان یک گپ بگم. والله قسم اگر شما امروز ساکت بنشینین و امروز شما نه در بری برادرای مبارز و درباره اون برادرایی که میخواهند که مردم آزاد بشه و درباره اون برادرایی که میخواهند که دین اسلام در تاجیکستان آزاد باشه و درباره اون برادرایی که میخواهند که مادرای مسلمان در جلوی فرزندانشون باشن و فرزندان مسلمان در جلوی مادرانشون باشن، اگر درباره این سالها شما باشین والله که از الله عزوجل یک عذاب برای شما دعا فرستید که هیچ وقت نافراموش نمی‌باشه برای تمام ملت جهان. و این را شما خوب بدانید که مبارزه ما مخالفین بر ضد این حکومت تاجیکستان دوام دارد و ما برای شما مردم تاجیک میگم که امروز بیاین درباره برادران خود شما، برادران مخالف و برادرانی که میخواهند تاجیکستان از ظلم و از اذیت این مردم خلاص بکنن درباره این مردم وایستاد بشه و فراموش بکنه اون روزای ترسوگی را و ترس از دل خود بیرون بکنه. اون روزی که شما ترس از دل خود بیرون کردن اون روز شما با ما میشین و امروز ما قریب 1 سال میشه ماه رمضان میآید که ما داریم مبارزه میبریم با خاطر که این دیکتاتور منافق از بین ببریم و امروز بسیاری از انسان‌هایی هستند که دربار ما وایستاد نشدند و امروز دارن تلفن میکنن و گریه هاشو در آسمان هست و جایی که مرد بودن و به جایی که درباره مخالفین نشستن و در جایی که عمل کردن که تا اینکه حکومت دیکتاتوری از بین بره شما نشستید. شما فراموش نکنید والله قسم که اگر شما امروز ساکت باشید فردا فرزندها و کودک های شما در روسیه خواهند عذاب کشید و این دنیا باقی ماندنی نیست و المال والبنون زینت الحیات الدنیا. المال والبنون والوظیفه های شما این همه زینت حیات دنیا است و بیاین درباره مخالفین چیز بشین و درباره گروه 24 امروز عمر علی القواتوف درباره ما نیست خدا رحمتش بکنه و اما مخالفین هستند و ما هستیم و روز به روز قوه ما زیاد میشد و از همه این طرف مسلمان ها و غیر مسلمان ها و انسان هایی که آزادی هر کشوری را از دیکتاتورها میخواهند درباره ما ایستادند
و از او برادرانی که امروز شما پولهای زیاد در جیباتو دارین و به خاطر نمیدونم زیادگانگی جریمه میشین، چرا که امروز شما نمیایین با کمک برادران مخالفین این دولت دیکتاتوری یاردن بکنید و تا اینکه ما بتونیم با آسانی این دیکتاتور از بین ببریم. آقای انصاری شما نگاه بکنید چقدر انسانهای پولدار در تاجیکستان هستند و هیچ کوششی نمیخواهند بکنند که این دولت این ملت از دست این دیکتاتور آزاد بشه. و ما یک سال میشه که اینقدر برادران مبارز عذاب کشیدن و چی کار بود این راه کردن، اما انسان هایی که امروز به خاطر سه‌گانگی چهارگانگی یک معاون کارگرای از حزب نهضت اسلامی 60,000 سامانی جریمه شده به خاطر اینکه او سه‌گانه است یا چهارگانه است. و این برادرای مخالف یک سال که صدا میزنن که بیاین درباره ما وایستاد بشین تا اینکه این ملت از ظلم دیکتاتور خلاص بکنیم. اینا تا حالا ساکت هستند و ما می‌بینیم که امروز مرده های زیادی از روسیه میآید. این به خاطر چیست؟ به خاطر که مردم تاجیک ناموس خود از دست داده و این دیکتاتور مردم را بی‌ناموس کرده و اینطوری میگه که ظلم بکن و جنگ بدار و دولت بکن در سر مردم. تا امروز اگر شما برادرای از گرامی و انسان‌هایی که در کیسه‌های خود پول دارین و میتونید یک کمکی بکنین اگر با این مخالفین و با این انسان‌هایی که نخواهن دولت دیکتاتوری از بین برن کمک نکنین، والله که الله عز و جل به عذاب خود شما را گرفتار میکنه. ما یک ساعت جداد میزنیم های مردم برخیزین و انسان‌هایی که مال دارین به مال خود ما را کمک بکنین و انسان‌هایی که جان دارین به جان خود ما را کمک بکنین و انسان‌هایی که سخن دارین به سخن‌های خود ما را کمک بکنین. و این دیکتاتور انشاءالله اگر شما هم کمک نکنین الله به خاطر همون یقین ما این دیکتاتور از بین نبره و ما انشاءالله این دیکتاتور از بین نبریم و شما انسان‌هایی که به ما یاردن نکردید و کوشش نکردید هم در پیش خدا و هم در پیش مردم بزرگ تاجیکستان والله که جواب خواهیم داد و این را خوب بدانیم و ما برای آمدیم گفتن ایستم که تو این را خوب بدان که ما انسانهای مبارز یک روز و یک ساعت قدمهای ما به پیش خانه تو میآید و هر ظالمی که در سر مردم تاجیک ظلم میکنه این را باید خوب بداند که هر دیکتاتوری که در جهان است از بین رفته است و از بین رفتن هر دیکتاتور این عینی است و درست است، اما انسان‌هایی که این دست این دیکتاتور را میگیرین باید که شما از خدا بترسید. و برادر انصاری من میخواهم که یک کمک دیگر شما برای ما بکنید و من از همه مسلمان‌هایی که امروز دارن صدای من میشنوند میخواهم یک عرض بپرسم کجایید شما که امروز ما اینقدر خسته شدیم و ما برخواستیم و برجستیم برای مبارزه و دعوت میکنم از تمام برادرها چه مسلمانی چه دیگر هستی بیا در کمک ما شتاب بکن تا اینکه این ظلم دیدگان از ظلم نجات بیابند. و امروز ما در شبکه زیلا کانال ناو تاجیکستان دو زیلا برنامه هست که تمام جامعه و تمام مردم میتونن در همه داخل شوند و صحبت‌های ما و خبرهای ما را تازه از این کانال بگیرن و انشاءالله و انسان‌هایی که میخواهند که سوالات داشته باشند که چطور بشود و چطور ما دیکتاتور از بین ببریم در همین کانال ما در شبکه زیلا کانال نو تاجیکستان دو یعنی که تاجیکستان نو با زبان روسی داخل بشوند انشاءالله هر ملتی باشه که زبان فارسی را بدونه و درد دل این ملت را بفهمه. اگر آقای انصاری اگر سوال داشته باشید من برادر شما برادر کوهستانی از برادران گروه 24. تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوار آقای کوهستانی. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شر این ظالمین را از سر ملت تاجیکستان دور بکنه. من در پایان دوست دارم که پیامتون برای علمای تاجیکستان که هنوز هم ساکت هستند و یک نوع چهره اسلامی سعی و تلاش میکنن که به این حکومت بدن، پیامتون برای اونها چی است؟ ما برای اینها پیام دارم. ما اینها را میگم که شما را بدانین، که این دیکتاتور از بین میروه و او سالها و کالهای شما از بین خواهد رفت و او احترامی که شما دارین تعیین میکنید که احترام الله برای شما بده، او احترام خدا از دست شما گرفته. امروز که تمام دنیا داره میگه که اهل علمای تاجیکستان یکی از بدبخترین انسان هستند که دین خود حفاظت نمیکنند و این را خوب بدانیم که امروزی که تاجیکستان از دست ظالم آزاد شد و این علمایی که طرفدار حکومت میکنند و این انسانهایی که دارند انشاء و حجابای مردم از بین میبرند والله که چنین عذاب برای شما بیاریم و دستای خوب و انشاءالله که همین دستای ما برای اونها عذاب است.
به همون خاطر آقای انصاری ما گفتم الله در قرآن خود میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا المال والبنون و شوکت و این شوکت و این وظیفه ها و این کارها و این پلهای شما همه زینت حیات دنیا است. ای علمای تاجیکستان به خاطر این دشمن الله، به خاطر این انسانی که میخواد ملت تاجیک از بین ببره، به خاطر این انسانی که ملت تاجیک خوار کرده، به خاطر این انسانی که از دست این ملت تاجیک از تاجیک بودن شرم نداره، شما این را هیچ وقت حفاظت نبکنید و این را بدانید که شکست این نزدیک است و مردم تاجیکستان اگر صدای من داشته باشید ما انشاءالله به نزدیکی انقلاب داریم و هر کسی که ایمان دارد درباره ما در انقلاب باید ایستد و به همه عالمای تاجیکستان میگم تا این روز همه انسان ها برای شما گفتن اما روزهای انقلاب خیلی نزدیک است. اگر شما نخواهید ایمان بیارید و از مردم بزرگوار تاجیک فوزش بطلبید والله که عذاب چندین را انتظار باشید. برادران عزیز گرامی، تشکر از شما. تشکر برادر عزیز بزرگوار و تشکر میکنیم از شما و صحبت‌های شما. بیننده بعدی رو از طریق تلفن میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام. برادر عزیز از تاجیکستان بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید. عبدالله تاجیکستان هستم. عبدالله برادر بزرگوار بفرمایید. عبدالله جان سلامت باشید. تشکر از شما. بفرمایید. ما برای گفتگو هم پیشینه نرده گرم میزنیم. علمای تاجیکستان علمای خوب هم دارد برادر عزیز، اما سخن کردن نمیمونن اون را. هر کسی که در منبرها هست و همه درباری هم ای خدا اگمونتش نمیترسه و خاطر خداوند سخن نمیکنن، اما اینجا عید همه در سر مردم هست. مردم ما بیناموس شدن، ناموس ندارن، دفاع نمیکنن. الله مثلا. تشکر عبدالله جان، تشکر از شما. تشکر از تماس. یک دو سخنی دارم برای مردم تاجیکستان. بفرمایید مختصر. برادران عزیز تاجیکستان، مردم عزیز تاجیکستان میخوام که خواب بیدار شوند، ناموس و غیرتشون بیدار کنن، دفاع کنن، فرمان خداوند دفاع کنن. درست. تشکر از شما. تشکر عبدالله. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای تلویزیون رو محمد انصاری برادر خوب هستی؟ افضل خوبه تن و جان و صحت است؟ الحمدلله. ما محمد از دوشنبه برادر گپ میزنیم. محمد جان برادر بزرگوار بفرمایید. به خاطر که همه حکومتدارای تاجیکستان برای ما ظلم و ستم زیاد آوردیم، با او خاطر ما به علم اومدیم که همین انشاءالله به خاطر الله به یاردم الله همین را از بین بریم و انشاءالله هزار رحمت خدا به شما که این خیلی برنامه شما آغاز کردیم. انشاءالله خیلی از اینها با ترس غلطیدین، با مشقتن، انشاءالله اینو در غربتن که این شما را خیلی چکنن. اومده یک حکومتدار تاجیکستان گرانیت ها رو محکم کرده که او فکر نمیکنه که انشالله دل ما خونه ما از درون دوشنبه میخیزیم. دیگه ما دیگه ولایتاش کار نداریم، فقط گرانیت هاش محکم کرده. او تو مرد باشی چه دیگه دولت ها عسکر میطلبی، با عسکری خودت بخیز قتی ما مبارزه بر حد خلیمه تر از روز که سری دولت اومد سال 92 تا حاضر فقط گدا طلب دای. پیش این کس میره میطلبه، پیش وای میره میطلبه، خزینه شد پر کس دای. از دیگه دولت ها برای ما قرض طلب کسده آورده است که دولت تاجیکستان ما رو قرضدار کنه. انشاءالله ما قرضدار نمیشیم، خودش قرضدار میشه و انشاءالله به نزدیکی از سری دولت ما میره و این منتظر نیست که انشاءالله دولت ما رو صاحبان کنه. دیگه خوب ظلم کرد، خوب ستم کرد، انشاءالله به یاردم الله از بین میره و ظلم از بالای ما میره و انشاءالله خواهرای ما را حجاباشون از سراشون میگیره، برادرای ما را ریشها را میتراشن. یا خدا نمیترسیده باشه این از کفارای بدترین
یهودی بدتر شید. این گفتن وصل کرده نمیشد، این چه خیلی کافره. هیچ فهمایش نداریم. محمد انصاری برادر، تشکر برادر. نمیدونم الله ایره از گیجه آورد بالای این فرعون و نمرود و همه را گذاشت. انشاءالله به نزدیکی ما فکر نمیکنه. ما انشاءالله هزار رحمت خدا به شما، به این برنامه که شما واز کردیم، ما انشاءالله درد غم خمونه با وطنو میرسونیم. جزاک الله خیر. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. الله متعال ستون کنه. تشکر از شما. من به محمد جان و به همه برادران عزیز بگم که بارها بعد از این برنامه ها و قبل از این برنامه ها از طریق روافض در ایران، از طریق شیعیان ایران و بعد از این برنامه ها به روش های مختلف ما را تهدید کردن. تهدید به این که شما را از بین میبریم، شما را میکشیم. من در یک جمله کوتاه در اینجا بگم به همه کسانی که در پی ساکت کردن صدای وصال حق هستند، چه در ایران چه در تاجیکستان و در هر جای دنیا، والله قسم به الله یکتا، کشته شدن در راه الله سبحانه و تعالی بزرگترین آرزوی ماست. بزرگترین آرزوی ما این است که در راه الله سبحانه و تعالی، در راه دینش، در راه دفاع از مسلمانان و مظلومان، در راه دفاع از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و اصحابش، در راه خدا خون ما ریخته بشه. این بزرگترین آرزوی ماست. ما رو از چی میخواید بترسانید؟ از کشته شدن؟ ما رو با چی میخواید تطمیع بکنید؟ با مال، با منصب؟ کسی که بزرگترین آرزویش شهادت در راه دین باشه، از هیچ تهدید شما نخواهد ترسید. تماس بعدی رو میگیریم. برای سلام علیکم برادر گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابو سهیل میباشم از قزاقستان. ابو سهیل برادر عزیز، بفرمایید. من یکی از تاجیکای مقیمی قزاقستان میباشم. بفرمایید برادر عزیز. و من یکی از حدیث پیغمبر میخوانم: انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبته و اخلف لی خیر منها. پروردگار این مثلا این مصیبتی که امروز در بالای تاجیکستان هست، پروردگار این را به وقتر بردارد. و من استاد انصاری به شما مثلا یک پیشنهادی که مثلا میخوام به شما بگویم، و این مثلا امروز که این مصیبتی که در بالای مردم تاجیکستان است، و من از حکومت تاجیکستان و از حکومت تاجیکستان مثلا هیچ گفتنی ندارم، و بله که آنها را در حقیقت خطا کردن، ولی که خطایی کلانی که در اینجا هسته، مثلا خطایی همین امام های مسجد و راهبرایی که همین دعوای اسلامی میکنن در مسجدها و در دیگر جا، این همه کارهای از خطایی آنها هست. و شما مثلا که نگاه کنید که در همین تاجیکستان امروز که این قانونهایی که برآمد، شما نگاه کنید که همه مثلا بالای منبر شده، همه دعوایی که مثلا از اسلام میکنه، اما یک آنها مثلا که دفاع از اسلام، دفاع از مثلا از حجاب، یا که از ریش یک برادر اسلامی ما مثلا یگان تظاهرات کردن، همه خاموش ایستادن. و شما استاد انصاری نگاه کنید که همه مثلا انسان‌هایی که اگر سخن حق گویند و حق گو باشند، آنها در منبر نمیشنند. درست. و در کجایی که مثلا امام‌هایی که هستن الان که یک برادر ما بیان کردن، مثلا که کسانی که مثلا اسلام برای آنهایی که در منبر شدن، برای آنها اسلام مثلا چطور اسلام برای آنها فقط بدعتکاری هست. مثلا یک کس مثلا در دنیا گذرد، مثلا وفات کرد، باید که وی غارت کنند، برای وی مثلا قرآن را مثلا ختم کنند، و مثلا خدای خوره، چل خوره، هفت خوره، سال خوره، دیگر انمی کارها برای آنها اسلام میشه از امروز. نعوذ بالله. تشکر برادر عزیز. تشکر ابو سعید. مثلا استاد انصار من میخوام که برای شما یک
یک سخن دیگر را بفهمانم. و این خیلی مثلا این خیلی ملاهایی که مثلا امروز دعوا کردن، امروز آن مثلا ضرر آنها حتی که به ما تاجیک‌هایی که در قزاقستان هستیم به ما هم رسیدگی است. و ما الحمدلله که بعضی از انسان‌هایی که مثلا امروز اگر که دعوا کنن که مثلا قرآن برای زنده هست نه برای مرده، برای مثلا برای آن شخص میگن تو مثلا سلفیت و وهابیت بلات یک سخن‌های قبیح مثلا در بالای وی میزنن. و مثلا که اگر که خاموش نه، من نمیدونم که با چه خیل میشد که اگر که ما مثلا وقتی که حتی که با همین درجه رسید که انسان‌هایی که اگر در مسجد وقتی که نماز فرض خواند براد رود، مثلا که میخواد که حتی که در پی زندگی خود یا مثلا که در پی کار خود براد رود، اما که امام ها مثلا حتی آنها دشنام میدهند، حقارت میکنند آنها را، مثلا که توشین همراه ما شما استاد انصاری، من نمیدونم که آنها این اسلام در کجا آوردن که بعد همراه آنها در مسجد شمی بعد از نماز فرض مثلا سنت را میخوانند، باید شما تسبیح گویید و یک آمین کنید و بعد از آمین باید برای مرده ها باید قرآن خوانند. قرآن را که خواندن باز آمین میکنید و بعد استایبین باره مثلا که یکی از انسان ها باید دعای خیر گفت بعد آمین کنند باید برون رو. آیا همین اسلام است استاد؟ و همین ملاهای که امروز در تاجیکستان در دیگر جاهای که الخصوص ملاهای تاجیکستان، من از شما خواهش التماس دارم استاد انصاری مثلا که با همین استادا با تماس با چیه که شاید که شما با آنها بفهمونید که این اسلام در کجا آوردن که برای ما نشان دهند. و دلیل آنهایی که مثلا که و ما حتی که مثلا ما برای آنها میگیم که حدیث پیغمبر میگه در مات ابن آدم این قطع عمله الا ثلاث، مثلا در همین جا پیغمبر ما گفتن که برای مرده هاتون دعا کنید گفتن. و آنها میگن که آیا که مثلا دیگر ملاها که نمیدونن که تو قطعی استاد همین رو میدونی، حتی که از توشی همین خیل مثلا که ما خواستیم که آنها را فهمونه، مثلا همین در بالای قبرها آیت خوندن این مثلا یکی از بدعت ها هست، اما که همین خیل شد که حتی که شما وهابی شما سلفی گفتن، حتی که در همین خود قزاقستان تاجیکایی که در همین قزاقستان زندگی میکنن حتی ریشه آنها را مثلا که از توشی سخنهای اینها وهابی اینها سلفی گفتن ریشه آنها را مثلا که تراشیده پرداختن. انا اسلام آنها دعوا که به اسلام میکنن و من از شما خواهش التماس دارم که مثلا با تمام این مدعایی که در تاجیکستان هستن، حتی که مثلا با این ضرر آنها به ما رسیده و از شما خواهش التماس دارم که با آنها شما شاید یک بحث کنید، یک مثلا یک برنامه دیگر باز کنید برای ملاها، نه اینکه مثلا ما برای شما تماس گیریم و آن با ملاها مثلا که همین را خوب کرده فهموند که اسلام چیه که بعد ما امروز کورکورانه نگردیم، اما که حقیقت ما باید به مردم فهمونیم این که مثلا قرآن امروز برای زنده ها نازل نشده، نعوذ بالله. امروز قرآن فقط برای مرده ها باید در بالای قبر خوانده شود و وقتی که یک کس از دنیا رود باید ما 4 قاره یا 3 قاره باید خانه اون وای بیم روز پنجشنبه قرآن را خوانیم و بعد از ما ختم قرآن شاید که خوانیم شاید نخوانیم، ما میگیم که خواندیم، بعد مله ها میجنن 3 بار سوره اخلاص، 1 بار سوره فاتحه و 1 بار سوره بقره الف لام میم همین میخونن، هم یک جای دست رو میبردارن که قرآن ختم میکنیم، یعنی که برای مردم میبخشیم. آیا که هر یک انسانی که مثلا فرزند خود اگر که قرآن خواند برای وی نمیرسد، انشاءالله که البته میرسد. این چی اسلام شد برای آنها من نمیدونم که از کجا یافتن. با دعوا میکنن که ما مثلا که از مذهبی ابو حنیفه هستیم، اما که ابو حنیفه خودشان گفتن که این شاید که ابو حنیفه گویم حاضر بعضیشون نفهمن، امام اعظم گویم خوبتر میفهمن. در کجا امام اعظم مثلا که گفتن که مکروه در بالای قبر آیت خواندن، اما که اینها اگر که مثلا این ششوگی برای صدای بلند مثلا که دعوا میکند که چی تو اسلام در کجا یافتی که تو قطعی استاد از اسلام یافتی، مثلا فلان ملا چین استاد نمیدوند یا فلان ملا رجیش نمیدوند. تشکر از شما، تشکر برادر عزیز، الله متعالفتون کنه. تشکر از شما، جزاکم الله خیرا. حیاکم الله، بارک الله فیکم. اینا کجای اعمال و رفتار اینا به امام اعظم، به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میمونه؟
من یک نکته رو فقط در اینجا دوست دارم یادآور بشم که بعضی از عزیزان هستند در تاجیکستان به دنبال خیلی از مسائل فروعات و مسائل فقهی که شاید محل اختلاف باشه بین علما، به دنبال این مسائل میرن و این سبب میشه که یک نوع دو دستگی و تحزب و اختلاف در بین مسلمان ها در اونجا ایجاد بشه. من تعجب میکنم از حالت این افراد که دشمن اصلی رو ول کردن، رها کردن، مشکلات بزرگ اعتقادی که مسئله کفر و ایمان در اونجا مطرح است اون رو رها کردن و چسبیدن به یک سری مسائل اختلافات فقهی که حالا اگر شما مثلا رفع الیدین یا آمین به جر یا بعضی از مسائل رو در یک جامعه نشر دادید و در رأس شخصی وجود داره که مردم رو به طرف کفر و شرک داره میکشانه، ملت دارن دسته دسته به طرف کفر و شرک میرن، شما مشغول شدید به یک مسئله فقهی اختلافی که باید این رو در جامعه به اصطلاح پیاده بکنید. دقیقاً حالت این افراد مانند همون عراقیایی بودن که به مکه اومده بودن پیش عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما و از حکم خون پشه میپرسیدن که در جواب ایشان گفت که نوه پیامبر صلی الله علیه و سلم را به شهادت رساندین و دارید درباره حکم کشتن یک پشه صحبت میکنید. سعی کنید که سطحی نگر نباشید، قشری نباشید، به خاطر یک مسائل فقهی نیایید اختلاف و دو دستگی در بین ملت ایجاد بکنید. دقیقاً این رو همون رحمانوف و امثال رحمانوف میخوان که در جوامع ما همین مسائل وجود داشته باشه. ما به خاطر مسائل پیش و پا افتاده و خیلی که اگر یعنی در زمان صحابه و تابعین می بود خیلی به آسانی به این مسائل نگاه میکردن، اما امروز این مسئله رو سبب کفر و ایمان قرار دادن در بین ملت. احمد جان اگر که میبخشید امکان داشته باشه یک 10-15 دقیقه دیگه، چون دوستان زیادی پشت خط هستن، تشکر میکنم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. من خواهش میکنم از تک تک بینندگانی که روی خط میان در 1 دقیقه صحبت بکنن تا بتونیم صدای بیشتر بینندگان رو بشنویم. حدود 15 دقیقه دیگه به ما وقت دادن. بفرمایید برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد از احوالتون خوبه؟ سلامت باشید. ما از تاجیکستان در تماس هستیم. استاد عزیز من یک تا مسئله را پیشنهاد میکنم بعد از اون خاتمه ببخشم. استاد عزیز حرکتی که میخواد که در تاجیکستان به تعلیم اسلامی پردازد یا اینکه کسی رو به عنوان تدریس درس بدهد باید که اولا به مقامات عالی رفته ثبت نام بگیرد، یعنی خدا در روی خطی جنایتکاران ثبت بکند. اگر خدا در زمره جنایتکاران ثبت نکند، یعنی خلاف قانون کار کند، باز هم او را دوستا جریمه میکنند. این اول که این دهشت است، وحشت است که یک سنت الهی و علم را همچون جنایت در تاجیکستان جلوه دادند. این دوم، مردم تاجیکستان، من یک جوان تاجیکستانی به تمام شما ندا میکنم، من در این راه تیار هستم از برای حجاب خواهرم و ریشی خودم و اسلام خودم میرم و حتی از این دستی تو بدار این چنان رنجانم میگم سوریه برم، اما من میخواهم جهاد سوریه در تاجیکستان بکنم. زیرا خدا خود نگوید اتخشونهم فالله احق ان تخشوه. خداوند حق زیادتر دارد که ما از خدا ترسیم. اینها کی هستند؟ این خیال نکنید که سربازای آنها میتوانند ما را قتل کنند، بلکه خودی سربازای او برزیدی اونا هستند. امروز رحمان از طبق رسانه ها میخواهد تاجیکستان را حفظ کند، از خارج فراموش نکند که داخل ناآرام است. و از مردم تاجیکستان یک شکایت بسیار هم اعلی و اعظمی دارم.
که مردم تاجیکستان شما از علیما میرنجین، میگن علیما حق نمیگن، بنابر همین ما خاموش هستیم. مردم تاجیکستان مگر احسان نوریدین چی گفت؟ آیا محکوم بذل نکرد؟ آیا حاجی میرزا، داملا عبدالله، عبدالرحیم اینها چی گفتند؟ چرا ما امروز از پس اونها نیستیم؟ چرا ما امروز دست احسان را نگرفتیم تا از پس اونها بریم؟ امروز عیب ماست. باید ما برگردیم به این قانون. و خدا چی میگوید؟ استغفر بالله، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. باذن الله. اگر چی ما گروهی کم باشیم اما فراموش نکنیم ما غالب میشیم. ما مانند مجاهدان سوریه غالب میشیم انشاءالله. انشاءالله غالبیت از جانب الله هست. در مکه محمد صلی الله علیه و آله تنها بود، بر مدینه را از هزارها جمع کرد به مکه آمد. امروز در تمام دنیا محمد را میشناسند. از برای چی؟ کم من فئة قلیلة باذن الله. به اذن الله انشاءالله ما ناصر ما الله هست. و من یک رسانه یک خبر دیگر دارم که من یک برای این حکمتدارای که در اصل خودشون یک حکمتدار بگن که با علم با فرهنگ میدونن، این بی‌سوادهای بیناموس، اگر رئیس جمهور خود اگر خواهان است بیاد با من بحث کند، اصلا که خودش یک ترسو است، یک بی‌سواد است، نمیداند که خود کی است، اصلا خودش فراموش کرده است. اینها رفتن ما را بر زاهدان ایران، بر الازهر مصر، بر سعودی مدینه و همچنین بر سایر دانشگاه های اسلامی ممنوع قرار دادند و سببی که ما ترور ما را همچنین تروریست تیار میکنن به تاجیکستان میبرن، در حالی که خود ایران ظالم، خود حکومت ایران ظالم، خود هر روز خامنه‌ای ملعون هم بگیم خطا نمیکنیم، زیرا اونها مادر ما را ملعون میگن. لعنت خدا بر خامنه‌ای خمینی، لعنت خدا بر هر کسی که سیاست اونها را دستگیر میکند. اگر اونها میگن که رفته تروریست میشه، اگر اونها در زایدان تروریست تیار میکنند، چرا خامنه‌ای و آن روحانی دورویه و آن روحانی دیگر آن تروریستان رو قرار نمیده در دولت، در حالی که هر روز خامنه اعلام میکرد که ما بری از ترور هستیم، ما محکوم به تروریسم میکنیم، فرزندای سوریه که از سوریه دفاع کردن، فرزندای عراق که از عراق دفاع کردن، فرزندای یمن که از یمن دفاع کردن، فرزندای تاجیکستان که از تاجیکستان دفاع کردن، اونها را تروریست میگه و اونها را محکوم به ترور میکنه. چرا اگر بخشیش اصولی عزیز بفهم اونها میگن که خامنه میگه که در زاهدان تروریست تیار میکردن. من به این حکمتدارا میگم اگر در زاهدان تروریست تیار میکردن یا آماده میکردن، چرا خود ایران اون تروریست رو دستگیر نمیکرد تا بیارد محکوم میکند؟ چرا؟ زیرا دروغ است، والله دروغ است. اینها میبرن در گرگان و قم، در دیگر مناطق تروریست تیار میکنن. امروز به سوریه حزب الله ملعون لبنان روان میکنن، با واسطه افغانستان شیعه ها همچون مرجع تبلیغ میکنن و میبرن مسلمانان را مانند حیوان مقتول قرار میدن. ای انسان ها بیدار شین، از برای الله بیدار شین. بیاین امروز امت واحده شیم و از این دین مقدس خود دفاع کنیم. و امروز ما تاجیکا یک راه داریم، از برای الله ندای ما حق بشنوه و ندای ما به کل مردم تاجیکستان میکنم. بیاین امروز در قنات احسان نوریدین جا شیم، بیاین امروز در قنات مجاهدان میگن لا اله الا الله و نحن جنود الجيش ندافع عن الوطن. باید ما جنود جیش بشیم، باید ما لشکر بشیم که از این وطن خود دفاع کنیم. بله، تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. لیکن باور کنین با از برای خدا در این قلب خورد، در این قلب نازک هر چند ندایی هست، ندای مظلومانه هست که افسوس که من اونها برای شما رسوندن نمیتوانم، زیرا که فرصت تنگ است. سلام و همچنین یک برادر میخواهد با شما در تماس شود. التماس بگم همین اگر اجازه بدید قبول کنید با شما صحبت کند.
بفرمایید. خیلی کوتاه مختصر، خیلی کوتاه مختصر بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز، مختصر بفرمایید. استاد انصاری چی گفتنی بودم که همین مردم تاجیکستان امکان باشد اگر از علما دفاع کنن. بسیارش گله میکنن که ما علمایی نداریم که حمایه از دین کند. این علما حمایه از دین میکردگی بسیار هستن روسیگه. خدا برکت یا مثل ایشون نوردین و حاجی میرزا و دوملا عبدالرحیم دیگر بسیار هستن، اما مردم کوتاهی از مردم است که از علما دفاع نمیکنن. این کمودی اول از مردم است. چرا که ایشون نوردین چندین مرتبه ها سخن کرد، دیگر علما سخن کردن، وقتی که حکومت آنها رو تهدید کرد ما در سنت آنها روز نایستادیم. و دیگر کوتاهی همی است که بعضی علماهایی که خرافاتی هستند و بعضی خواب زر خرید هستند پیروی به آنها میکنیم، اما علماهایی که حمایه میکنن در سنت آنها روز نمیشویم. حتی بسیار دارم از این شما زیاد وقت شما را نمیگیرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیز و گرامی. دوستان عزیز، مطلبی رو که برادرمون اشاره کردن در مورد دفاع حکومت ظالم و فاشیست و رافضی خبیث ایران از دیکتاتورها در هر جای دنیا، شعار دفاع از مظلومان و دفاع از مستمندان و دفاع از مستضعفین، این یک شعاری بود برای فریب دادن جوانهای مسلمان در کشورهای مختلف. در عراق ببینید از دیکتاتورها و ظالمای خوناشام رافضی اینا دفاع میکنن. در عراق دیدیم که چگونه عراق رو به آمریکا تحویل دادن، افغانستان رو به آمریکا تحویل دادن، در راستای سقوط حکومت‌های اسلامی یکی پی دیگری اینها کمک کردند. در سوریه می‌بینیم که چگونه با دیکتاتور سوریه بر علیه ملت مستضعف و مظلوم سوریه اینا دارن همکاری میکنن. در یمن، در هر گوشه دنیا ببینید که اگر یک دیکتاتوری در راستای اهداف شوم ایران کاری رو انجام میده، حکومت ایران، حکومت ظالم و فاشیست و خونخوار خمینی و خامنه ای از اونها دفاع میکنه. یک نمونهش رو در تاجیکستان من خدمتتون نشون میدم. ما این برنامه ششم هست، غیر از یکی دو مورد که نوکرای دولت تاجیکستان زنگ زدن، بقیه 99.99% تماس‌ها در راستای بیان ظلم‌هایی بوده که در تاجیکستان وجود داره. من فکر نمی کنم که خواهر و برادر تاجیکی وجود داشته باشه که انکار بکنه وجود این ظلم‌ها رو. همه شما می‌بینید، همه شما اعتراف می‌کنید که در تاجیکستان داره ظلم میشه. اما دوستان نشون بدن این صفحه رو. سفیر ایران در تاجیکستان درباره توطئه در روابط تهران و دوشنبه. سفیر جمهوری، اینم از سایت رادیو تاجیکی ایران آوردم، رادیویی که فقط در پی نشر مذهب لعن و نفرین به صحابه و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. میگه سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان درباره توطئه دشمنان در روابط تهران دوشنبه هشدار داد. به گزارش رادیو تاجیکی به نقل از ایرنا، حجت الله فغانی در دیدار ماهانه خود با خبرنگاران رسانه‌های ایرانی فعال در تاجیکستان گفت انتشار اخباری مبنی بر ایجاد محدودیت و برخورد با مظاهر دینی یا دینداری در تاجیکستان یک توطئه و عملیات روانی برای ایجاد اختلاف میان کشورهای مسلمان و فارسی زبان است. یعنی چی؟ یعنی این حرفایی که من و وصال حق و شما عزیزان تاجیک دارید میزنید در مورد ظلم ها و محدودیت ها، اینا همه دروغ است، اینا همه باطل است، اینا همه توطئه دشمنان است برای ایجاد اختلاف بین دوشنبه و تهران. یکی نیست به این احمق جاهل، به این سفیر یک کشور هست بگه که چه ربطی داره این مظلومیت ملت تاجیکستان، چه ربطی داره به روابط تهران و دوشنبه؟ ربط داره. ربط به خاطر این داره که اگر رحمانوف در تاجیکستان نباشه، برنامه‌های شوم حکومت ولایت فقیه در تاجیکستان پیاده نمیشه.
باید رحمانوف باشه، باید این ظلم و ستم ها علیه اهل سنت باشه. مادام مظلوم اهل سنت است، ایران صداش در نمیاد، از ظالم دفاع میکنه. اما خدا نکنه که دماغ یک شیعه مذهب در یک گوشه دنیا خون بشه. های تروریست های وهابی، آی داعش، آی وهابیت، آی آل سعود، آی کشتن، آی بردن، آی خوردن. اما اگر بیش از 20,000 کودک سوری توسط بمب‌های شیمیایی و بشکه‌ای نظام نصیری شیعه مذهب بشار اسد در سوریه قتل عام بشه، هیچی نشده. اینها یک مش تروریست هستن، یک مش داعشی وهابی هستن که اینها اصلا باید برداشته بشن. ببینید ملت شریف تاجیکستان، این ایران است، ایرانی که داد از دفاع از مستضعف و مظلوم میزد. در تاجیکستان همه مشکلات شما رو، همه محدودیت هایی که برای شما وجود داره رو نمیبینند. اینا همه دروغه. کی گفته؟ اینا توطئه آمریکا و انگلیسه. آمریکا و بریتانیا و اسرائیل به وصال حق پول دادن که بیاد در تاجیکستان توطئه ایجاد بکنه برای روابط دوشنبه و تهران. این عقل و منطق این هاست. در ادامه چی میگه؟ وی افزود هدف این توطئه ایجاد اختلاف بین مردم تاجیکستان با مسئولان خود و همچنین میان مردم و مسئولان دو کشور خویشاوند و همفرهنگ ایران و تاجیکستان است. سفیر ایران در تاجیکستان به همه رسانه ها هشدار داد. به به، خیلی ما هم ترسیدیم از هشدار ایشون. به همه رسانه ها هشدار داد مراقب باشند در دام چنین توطئه‌ای نیفتند، زیرا این جریان رسانه‌ای در صدد است ائتلاف و وحدت کشورهای فارسی زبان و به ویژه دو کشور ایران و تاجیکستان را تضعیف کند. فغانی دفاع BBC از حجاب و مظاهر دینداری و طرح ادعای حجاب ستیزی مسئولان تاجیکستان از سوی ایران نمونه ای از این توطئه دانست و گفت این گونه گزارش‌ها نشان می‌دهد بدون شک توطئه سازمان یافته در کار است. و تاکید کرد ما واقفیم که آنچه این رسانه‌ها میگویند درست نیست و سیاست کلی مسئولان تاجیکستان دین ستیزی و اعمال محدودیت برای دینداران نیست. فغانی یادآور شد مسئولان تاجیکستان با اقدامات افراط‌گرایانه مخالفند و سخنان رئیس جمهور تاجیکستان که دستمایه این جریان سازی قرار گرفته صرفاً یک توسعه برای رجوع به فرهنگ و پوشش ملی بوده است. این صیغه‌زاده خبیث حکومت آخوندیسم رو ببینید که همه این مظلومیت ها و مشکلات ملت تاجیکستان رو نمیبینه و سعی میکنه که از اینها دفاع بکنه در این راستا. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحالم که حضرت با شما تماس گرفته تونستم. طول 4 هفته باز من با شما زنگ میزنم که 2 تلفن به دست دارم، از هیچ به شما حرف نمیتونم. بفرمایید برادر عزیز، میشنویم حرفای شما رو. میخواستم همین 1-2 پیشنهادی داشتم. بفرمایید. با تماسی همون محترم محمدی انصاری میشد. بفرمایید، شما دارید با من صحبت میکنید، صدای شما داره در برنامه زنده پخش میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. فقط خواهش میکنم صدای گیرنده رو، صدای تلویزیون رو ببندید. شد حضرتم بستم. حضرت همین برادرایی که تماس میگیرم به شما لطفا همین خواهش کنید که همین با کوتاه صحبت کنن. موندگی برادرایم با این زنگ زده صحبت‌های خود رسونن، خواهش‌های خود که دارن درباره تاجیکستان. انشاءالله. بفرمایید برادر عزیز. من میخواستم درباره همون کارهایی که در تاجیکستان رفته به شما زنگ زده خیلی چیم شدم که از صحبت شما خیلی خوشحالم. برای همون در حق شما فقط از الله طلب میکنیم که الله مهربان به شما الهیم بهتون زیادتر کنند و درباره تاجیکستان خدمت کردید. ما خیلی خوشحالیم از شما. سلامت باشید. در حق شما دعا گوییم حضرت. سلامت. بعد حاضر گفتم خیلی هم رفت. در حق ما دعا میکنید حضرت، انشالله باز در آینده برنامه ها. سلامت باشید. الله متعال حفظ کنه شما. تشکر از شما. زنده باشید. مجاهرایی که در روسیه هستید. سلامت باشید. زنده باشید. الله متعال حفظ کنه شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
ما میخواستیم برادر انصاری یک چند سخن داشتیم میخواستیم. بفرمایید، دارید با من صحبت میکنید و صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. ما میخواستیم بر ملت تاجیک، ملت مسلمان تاجیک گفتنی هستیم که یک چند کارهای هستن که ملت تاجیک میخواهند صبر کرده ایستادن که ملت به آنها کمک میکند و همین ملت تاجیک رو از ظلم از چیزها بیرون میکند. این ملت فراموش کرده است. خداوند گفته است که تقدیر یک ملت به دست خود همون ملت باید مستحچی شود. در دست ملت خود ملت است. ملتی که تا روزی که خاموش است، تا روزی که خاموش کرده است میشیند، باور دارم که انشاءالله که یگانش تغییر نمییابد. این امام علی رحمانوف، این فرعون زمانی که هست، او گفته است که من به خون گرفتم، به خون میدم و به هیچ چیز نمیدهد در دست مسلمان. با همون خاطر برادرانی بودن، برادران مثل برادر علی بیدکی بود، بسیار برادرانی بودن که خستن در تاجیکستان جهاد اعلان کردن، مقصد خستن تا حتی این ملاهای هستن وزی و مثل داملو حکمت الله، بسیار ملاهای هستن که مقصد گفتن اینها دروغ هستن. اونها رو تا حتی هم ملت تاجیک، هم ملتی که هست، ملت خودش هم خلق فروختن بر حکومتدارها، اونها رو گرفتن قتل کردن. این ملت هست است که ناموس رو از دست داده است. این ملت اول ناموس رو بدار کردن در هر گوشه و کناری که تاجیکا جمع میشه میگن سطر از دست گرفتن. که ما ملت خود ما چیکار کرده ایستادیم برای ملت تاجیک؟ یگان پیشرفت ما نکرده ایستادیم. ما ملت باید جمع باشیم، جمع بست شویم، بخیریم یک بکنیم برای ملت تاجیک. نه اینکه از شما طلب میکنیم، ما از شما خواستن است که شما قدر چیزهای بین ملت تاجیک زنده گردانده ایستاده. ملت خودش خاموش است. تا روز و زمانی که مقصد هم ملت خودش نخیزد، یگان جنبشی نکند، هیچ که ازبکستان برای ما نخیزد کند یا که افغانستان تازه از حال مقصد که وضعیت افغانستان خودش به یک جای رسیده است یا که مردم ایران با ما دشمن است، ما یگان نمیکنند. ما ملت صبر کرده ایستادیم که چیکار باید با ما کنند. هر جوان که میخیزد بر ضد این حکومت در تگ تیغ رحمانوف میخرد که شاید باقی ملت خاموش است. بعد چیز دیگر را گفتنی هستم آقای انصاری که مخصوصا برای ملاهای تاجیک چرا که حالتی که بگذار که ایشان نوردین هم که باشد یک شاگرد ایشان نوردین را ریش تراشتن، او غوغای برداشت که به تمام دنیا. چرا که باقی ملت تاجیک ضعیف بسر شده ایستادن. این خاطر ملت مسلمان تاجیک رو کشته ایستادن، در باقی جاها نمیزنن. یا که ایشان نوردین دعوا میکند که من میتوانم غوغا بردارم مگر که پدرم گفته است که همین انسان حرمت کن. این انسان بر مقابل دین اسلام، بر مقابل خدا خسته است. امروز چه خیلی که ایشان نوردین میتواند بگوید که سخن من گفته است من خاموش باید باشم، یا که دیگر ملاهای هستند که مردم را خاموش میکنند. مگر شما خود میدانید که علم امانت است در دست آنها. اینها این علم را خاموشانه در مقصد به مردم تقسیم نمیکنند. مگر انسانی که خیانت به خداوند کرد اون منافق نیست. مگر این ملت ملاهایی که در ما هستند اینا را حکم به منافقی نمیشود. ما خود تا حتی آقای انصاری ما در خاندان خود تا 100 دخترچه بود که در خاندان ما میخواندن. تا این حکومت آمد تو کمپیر مادر ما رو، تا اطای ما رو، تا همه مردهای ما رو بردن در عدل ها محکم کردن. صحبت نکنید دستی را، مقصد شما رو همتون رو میشنونیم. یا که شرطی نبگیم که پدر رحمتی علی رو مستفید 75 ساله رو این ظالم وقت تهمت کردن که با مثل که اون هم تروریست است، مستفید 80 ساله شده است. تا وقت در اون سرماز این سال در رادیوها و در همه چیزهاشون کردن که پدر علی رو ما آزاد کردیم، ولی که نه، حاضر هم که باشد مستفیدی که بیمار شده است، بیماری وزین در ترمه های تاجیکستان است. و مثل پدر علی صدها مردم حزمی مولوی های هستند که مقصد همهشون ها در درین ترمه های تاجیکستان هستند. چرا که ملت تاجیک یه بار نمیخیزن همش. من مثل
قرقیزستان گفته حاضر شما که انقلاب کردن در پرزیدنتشون حلش کردن. چرا ملت تاجیک خاموش هستیم؟ مگر ما بیناموس نیستیم؟ همین ملتی که هستیم ما بیناموس نیستیم؟ من هم خود که تاجیک هستم، من هم گفته گفت در یک جامعه میشنیم گپ میزنیم میگن که چرا که اینقدر ما در یک جامعه میشنیم صحبت میکنیم بین خود، از همه صحبت که ما برو آمدیم دیگه ما فراموش میکنیم که در تاجیکستان ما خواهرهای ما رو سر لیست کرده استادن. فرد روز میشود که زنی من هم نیست مقصد سطح از سرش بگیرن تا که ما این بیناموسی در دست ما میخوره. تشکر برادر عزیز، تشکر. امیدوارم که پیام شما برسد برای ملت تاجیکستان. تشکر از شما. بسیار خواهش دارم برادر انصاری، رحمت خدا بر شما که شما مقصد برنامه رو شما برای ما چی کرده. در حق ملت تاجیک یک بار سخن کنید که ای ملت تاجیک ناموس کنید، همه در دست شما. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر. رحمت خدا در حق ما دعاگو باشید. زنده باشید، زنده باشید، سلامت باشید. تشکر از شما. من یک نمونه از غیرت اسلامی، غیرت تاجیکی و افغانی و ایرانی و عربی و عجمی رو بگذارید کنار. غیرت اسلامی است. یک نمونه رو براتون بگم. میگن عاقلان را اشارتی کافی است. بنی قینقاع یکی از قبایل یهود بود در مدینه. همپیمان انصار بودن، اهل صنعت و تجارت بودن. به اصطلاح میشه گفت فیودال های مدینه محسوب میشدن در اون زمان. بازاری داشتن، بازار طلافروشی. یکی از زنان انصار میره در این بازار برای خرید زیورالات، برای خرید طلا یا جواهرات. طبعا زنهای مسلمان همه صورتاشون پوشیده با حجاب کامل. مغازه‌دار با یک شیطنتی گوشه حجاب این زن مسلمان رو به یک میزی صندلی که اونجا بود میبنده. این زن که بلند میشه از جا صورتش نمایان میشه، حجابش دور میره. این صاحب مغازه و یهودیایی که در اینجا بودن شروع میکنن به خندیدن و مسخره کردن. تصور کنید که مسلمانی که در اونجا این صحنه رو داشت نگاه میکرد چی کار کرد؟ مثل مردهای تاجیک نگاه کرد که حجاب خواهرش و همسرش و از سرش بردارن؟ مثل مسلمانهای امروزی نگاه کردن که به ناموس مسلمانها تجاوز بشه و دست روی دست بگذارن بگن ما نمیتونیم کاری بکنیم؟ شمشیر در آورد، یکی از مردانی که در اون بازار بود گردن این یهودی رو از تنش جدا کرد. به این میگن غیرت اسلامی. یهودی ها ریختن این مسلمان رو کشتن. الله اکبر. من قتل دون عرضه فهو شهید. کسی که به خاطر ناموسش کشته میشه شهید است. ناموس هر دختر مسلمان در هر گوشه دنیا ناموس ماست. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. چیکار کردن؟ گفتن سازمان ملل بیاد، شورای امنیت بیاد، موافقتنامه صلح، آتش بس امضا کنیم. حالا یکی اشتباهی کرده، کسی رو کشته، آها این تروریست بوده، داعشی بوده، وهابی بوده، به خاطر همین این کارو کرده. نه خیر. کل مدینه صحابه بسیج شدن، شمشیرها و نیزه ها رو گرفتن به خاطر ناموس یک زن مسلمان. هیچ کاری نکرده بودن، حجابش رو از سرش برداشته بودن. همه این قبیله یهود رو به خاک و خون کشیدن، نسلشون رو گم کردن از جزیره العرب به خاطر ناموس یک زن مسلمان. در مجالس که بشینید همه ادعا میکنن بله ما مسلمانیم، ما محبت پیامبر داریم، ما قرآن میخوانیم، ما به قرآن عمل میکنیم، ما محبت اهل بیت و صحابه داریم. دروغ میگید. اگر محبت اهل بیت و صحابه و اسلام و قرآن و رسول الله رو داشته باشید از رسول الله پیروی میکنید. وقتی که ناموس خواهر شما رو در تاجیکستان، در دوشنبه، در خوجند، در کولاب، در هر جایی که هست از سرش بر میداره 4 مأمور کثیف ملحد، شما ساکت میشینید نگاه میکنید. کجاست غیرت شما؟ کجاست اسلام شما؟ کجاست ایمان شما؟ ما حنفی هستیم. آیا امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه سکوت میکرد در مقابل ظالمین؟
به خاطر قبول نکردن منصب در حکومت ظالمین رفت به زندان. رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه به خاطر حجاب یک زن مسلمان که از سرش برداشته شده بود، یک قبیله رو، بنی قینقاع رو، نسلش رو از جزیره العرب گم کردن. تا امروز ذکری از اونا نمیشه در جزیره العرب. و امروز همین چند روز قبل در خوجند به ما اطلاع دادن که دوباره ماموران حکومتی ریختن در مدارس، در ادارات دولتی، در شرکت ها، زنهایی رو که حجاب داشتن حجابشون رو به زور از سرشون برداشتن. کجاست غیرت شما؟ ادعا میکنید که مسلمان هستید؟ حداقل غیرت رو از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و از صحابه او یاد بگیرید. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی اون غیرت فطری اسلامی رو که در وجود همه مردان تاجیکستان هست و ما یقین داریم که هست، این غیرت رو بیدار بکنه که در مقابل این ظلم بایستن. ما نمیگیم که بکشید، خراب بکنید، حکومت رو ساقط بکنید، رحمانرف رو اعدام بکنید. نه، 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر، 30 نفر، 1000، 30,000، 100,000، 8 میلیون هستید شما. حداقل نصف این ملت در مقابل این قوانین ظالمانه این حکومت بایستید، خود به خود تسلیم میشن. و من تشکر میکنم از عزیزانی که پشت خط هستن و دوست داشتیم صدای تک تک شما عزیزان رو بشنویم و فریاد مظلومیت شما رو به گوش جهانیان برسانیم. اما وقت برنامه منبر 2 ساعت است، ما نیم ساعت هم اضافه رفتیم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شر ظالمین رو از سر امت اسلامی در هر گوشه جهان که هستند دور بکنه. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی مجاهدین و مبارزینی رو که در راه آزادی ملت‌های مظلوم میسوزند و مبارزه میکنن پیروز بگردانه. پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله، پرچم توحید و یکتاپرستی در اقصی نقاط جهان برافراشته بشه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.